بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان هستیم و همانطوری که میدانید در این برنامه کلیپ های آخوندهای دروغگو و فتنه‌گر تکفیری رافضی رو پخش میکنیم و شما عزیزان رو با آن روی سکه این دین فروشان و مذهب باطل رافضه‌گری آشنا میکنیم. کلیپی که از 9 ماه به این طرف داره پخش میشه کلیپ دروغ بزرگ آیت الله قزوینی است در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه و در شبکه رافضی و تکفیری ولایت که هدفش تفرقه افکنی، ایجاد اختلاف در بین مسلمان هاست. به دروغ این آخوند دروغگو نسبت میده به شیخ الاسلام ابن تیمیه که گویا ایشون 4 مذهب اهل سنت رو، سرانشون رو کافر و زندیق میدونه. اما برعکس آنچه که این آخوند مدلس و دروغگو ادعا میکنه، در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه نه تنها مذاهب اسلامی بلکه خیلی از گروه هایی که مبتدع و ضال و مضل هستن اونها رو، پیروانشون رو کافر نمیدونه، از دین اسلام خارج نمیدونه، حتی شیعیان رو تکفیر نمیکنه، غیر از رؤوس اینها رو که بنیانگذار این بدعت و خرافات هستن. منتها این آخوند دروغگو این تهمت رو نسبت میده به شیخ الاسلام ابن تیمیه. با هم کلیپش رو میبینیم و بعد انشالله کلیپ های دیگری هم داریم و همچنین در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تماس های شما. با هم کلیپ رو ببینیم و دوباره برمیگردیم استودیو. قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد 6 پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بود. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی،
این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين الإسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه‌ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام می‌دهند که بخشیده می‌شود، و برخی دیگر لغزش‌هایی دارند
که امید است خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می شود و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز، آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه و وعیدیه و مرجعه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می‌کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید: من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت رو آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. بله بینندگان عزیز گرامی، کلیپ آخوند قزوینی رو دیدید، دروغ معروف و مشهور ایشون در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه. همونطوری که عرض کردم هدف از این دروغگویی و تدلیس ها ایجاد تفرقه و دشمنی در بین امت اسلامی است که از زمان تأسیس این شبکه رافضی تکفیری ولایت تا امروز کارشون فقط تکفیر و دروغگویی و تدلیس و خیانت در مورد علمای اهل سنت و کتب اهل سنت بوده.
کلیپ دیگری که میخوایم خدمت شما عزیزان پخش بکنیم کلیپ شماره 912 هست، خیانت آخوند قزوینی در نقل قول از شهرستانی. کلیپ جدیدی است، حالا پخش نشده، این رو هم ببینیم، بعد از اون انشالله تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. امامت بهانه‌ای برای تکفیر مسلمانان. بله احمد جان دیگه سر شلوغ، کمی کلیپو اشتباهی پخش کردن. کلیپ دیگری داریم که امامت بهانه‌ای برای تکفیر مسلمان ها، کلیپ شماره 913 است. انشالله این کلیپ آماده بشه. دروغ آیت الله قزوینی در نقل قول از شهرستانی. من یادم از اولین کلیپی که ما از آخوند قزوینی تقریبا پخش کردیم در شبکه وصال حدود 6 سال قبل بود. کلیپ دروغ ایشون به شهرستانی است. این سلسله ادامه داره، یعنی با وجود اینکه تا حالا بیش از 200 کلیپ از دروغ ایشون پخش شده در شبکه، اما نیومده و از یکی از این کلیپ ها معذرت خواهی نکرده و یا دروغ اشتباهی که گفته تا حالا تصحیح نکرده و این سلسله همچنان ادامه داره و ما هر موقعی که اینها دروغ و تلبیس و خیانت بکنن کلیپ ها اینا رو پخش میکنیم تا امت اسلامی با چهره های کثیف این آخوندهای تکفیری و رافضی بیشتر آشنا بشن. کلیپ احمد جان میگه آماده است. کلیپ شماره 912 رو با هم میبینیم و دوباره انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خیانت آخوند قزوینی در نقل قول از شهرستانی. و جالب اینه شهرستانی نقل میکنه از خرافات همین آقایانی که قائل به تجسیم هستن، میگه اینها برای شما عرض کنم کار رو به جایی رساندن که وقتی میگن خدای عالم چشم داره، خب کسی چشم داشته باشه یه روزی هم چشم درد میگیره، یه روزی هم چشماش ضعیف میشه، احتیاج به عینک داره. خلاصه حالا ما نمیدونم خدای عالم به کدام عینک سازی باید مراجعه کنه، یا گوشش سنگین میشه کجا باید بره سمعک بخره، ولی ایشون میگه اشتکت عینا فعادت الملائکه، میگه بعضی وقتا خدای عالم چشمش درد میکنه، نستجیر بالله، ملائکه میرن به عیادت او. برادران عزیز، سروران گرامی، این توحیدی که ما را آقایان وهابی ها دعوت میکنن، ابن تیمیه ما را دعوت میکنه، این توحیده، این توحید ضد قرآنی، این توحید ضد سنت نبی مکرم. آقایان این عبارتی که من عرض کردم میتونن کتاب الملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه 153 را ببینن. عقیده باطل تجسیم یا تصور الله متعال به صورت یک جسم مخلوق ابتدا در میان یهودیان شهرت یافت، اما اولین کسانی که آن را در میان مسلمانان رواج دادند شیعیان بودند. راویان و علمای بزرگی از شیعه چون هشام ابن سالم جوالیقی، یونس ابن عبدالرحمن قمی و ابو جعفر احول اهل تجسیم و تشبیه بودند و همه این افراد از جمله کسانی هستند که از نظر امامیه در نقل مذهب شیعه مورد اعتماد و ثقه می باشند. نگاه اعیان شیعه جلد 1 صفحه 106 و اصول شیعه امامیه جلد 2 صفحه 641. حال آخوند قزوینی برای اینکه اهل سنت را به دروغ متهم به تجسیم کند، عبارتی از کتاب الملل و نحل شهرستانی را قطع و برید نموده تا اینگونه وانمود کند که اهل سنت یا به تعبیر خودش وهابیت قائل به تجسیمند. شهرستانی در این بخش از کتابش از شیعه که بنیانگذاران تشبیه و تجسیم هستند سخن میگوید و برخی از اعتقادات باطل آنان در مورد الله متعال را به عنوان نمونه ذکر می نماید. عبارت کامل کتاب این است: مشبهه احادیث دروغین ساخته و به پیامبر اکرم علیه السلام نسبت دادند و اکثر این روایات ساختگی برگرفته از یهود می باشد، زیرا تشبیه اساس آیین یهود است، تا جایی که گفتند چشمان الله تبارک و تعالی به درد آمد و ملائکه به عیادت او رفتند
و الله بر طوفان نوح که باعث نابودی انسانها شد به قدری گریه کرد که چشمانش به درد آمد و تار گردید. حال آخوند قزوینی دروغگو با کمال بی‌حیایی و بیشرمی این کلام شهرستانی را که درباره باور باطل گروهی از شیعه است به اهل سنت نسبت داده و ادعا می کند که این اعتقاد ابن تیمیه و به قول خودش وهابیت است. حال به نظر شما به چنین انسان دروغگو و خیانتکاری که با تدلیس و دروغ اعتقاد خود و رهبرانش را به اهل سنت نسبت می دهد چه باید گفت؟ فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. اینها به طور دروغ میگن. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. امیرالمومنین میفرماد که اصلا ویژگی منافق این است که با دروغ خودش رو آرایش میده. یعنی تلاش میکنه حیات او و زندگی او و بقای او با دروغ هست. اگر دروغ را از زندگیش حذف کند دیگه هیچ ارزشی ندارد. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. دیدید دروغ اخیر این آیت الشیطان قزوینی رو که در شبکه تکفیری رافضی ولایت چگونه در روز روشن در جلوی هزاران بیننده دروغی رو نسبت میده به شهرستانی یکی از علمای اهل سنت و بعد میاد این دروغ رو نسبت میده به همه اهل سنت، میگه که اهل سنت این اعتقاد رو دارن و علمای اهل سنت این اعتقاد رو دارن در مورد توحید و در مورد الله سبحانه و تعالی. دیگه همونطوری که گفتن نیش عقرب نه از رأی کین، از اقتضای طبیعتش این است. طبیعت آخوندی، طبیعت این دروغگویان مدلس، این رافضی های خبیث، ایجاد تفرقه، دشمنی و شک در ذهن مسلمان هاست و وارون جلوه دادن حقایق و در حقیقت هدف اینا از همه این کارها ضربه زدن به دین مبین اسلام و به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. از همین لحظه به بعد شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و در مورد کلیپ هایی که پخش شده اظهار نظر بکنید. تا برقراری تماس های شما عزیزان، من برخی از ایمیل هایی رو که عزیزانمون فرستادن خدمت شما میخونم. برادری نوشتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال شما را از شر این کافران و جنایتکاران محفوظ کند. استاد بزرگوار، چند روزی است که آخوندهای رافضی و کافر زیاده شلوغ کردند. خود جناب عالی هم مطلع هستید. استاد گرامی، چند نفر از این آخوندهای حرامزاده و غیره، خب این اصطلاحات را بیننده نوشتن در اینجا، امشب منتظر هستن تا مثل همیشه بیان و سوالاتی را خارج از چارچوب برنامه مطرح کنند. با نام‌های مستعار، فلان از اصفهان و فلان از اهواز و خوزستان زنگ میزنن. اینا میان به شما ایراد میگیرن که فرار نکنید و از این گونه ادعای بی پایه و اساس. لطفاً به اینها
به فلان و فلان که امشب با نام‌های محمد و علی و رضا و فلان بهشون بگید که اگر واقعا مردند با تصویر بیان، مگر نه اینها نمایندگان شیعیان هستند. تشکر میکنیم از این برادر گرامی. امیدواریم که این جرأت رو داشته باشن که بیان با تصویر بیان، همون گونه که ما در برنامه زنده آزاد تماسا رو میگیریم و هر شبهه‌ای که مطرح میکنم پاسخ میدیم. امیدواریم که اینها هم این جرأت و شهامت و مردانگی رو داشته باشن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. من خواستم راجع به عباس آقا بفرمایید. الو. بله عباس آقا بفرمایید. خواستم راجع به قضیه کلیپا مثلا صحبت کنم. البته من میخوام بگم که من حق و یه دلیل میدم دست آقای قزوینی. آقا نها کنی اگه برگردیم تو دینشون، ما از دین الان من به جز قطعه چیزی دیگه نداریم. قطعه هم یعنی دروغ دیگه. این نیاز داره دیگه برای حسب قطعه فکر کنم اینو میگه به واقعیته. چون میگن اصل دین ما با قطعه شروع میشه، با دروغ شروع میشه. یعنی مثلا اگه یه جای خواستن تو رو بکشن بگی نه من مسلمون نیستم، اینا اشتباه گرفتن. از این بابت این خواستم اینو بگم. الان 9 ماه و چقدر شده اینو پخش میکنیم، واقعا من تعجب میکنم. خدای قزوینی یه بار تماس بگیرن بگم بابا حالا من یه اشتباه رو کردم، این کلمه رو نخوندم یا اینو من جابجا کردم، بالاخره یه جوری خودشو قانع کنه دیگه. آقا اصلا من یه کار اشتباهی میکنم خیلی راحت بگم معذرت میخوام، خودم بزرگتر میکنم، نه اینکه بخوام بزنم تو سر خودم. ولی خب اینا اصلاحی ندارن. چون من هر بار نگاه میکنم این کلیپ رو پخش میکنیم، یعنی دیگه خودم بعضی دوست دارن که بابا دیگه روز آقای قزوینی تماس بگیره بگه بابا ببخشید تو رو خدا پاکش کنید. اینو واقعیت دارم میگم. درست. آخه من وقتی که معنی متن که حالا شما میذارین من میخونم، واقعیت میگم خدا قزوینی اصلا اون متنی که گذاشته کاری به شبکه وصال ندارم. خدا قزوینی اون متنی رو که گذاشته داره میخونه، نها کنین آخر اون متن میخونه، اولش هم که بخونه مثلا من خیلی راحت میفهمم داره ابن تیمیه، امام ابن تیمیه چی میگه. خیلی راحت داره میگه بابا اگه قرار بود بگه کل ادیان مشکل دارن، خب میگفت دیگه بابا کلی دینا مشکل دارن. بعد آخرش میگه بابا دین اینجوری تر و دینا رو کلا توضیح میده. خب بعد در مورد دین حالا رافضی نمیدونم چه دینیه توضیح میده، بعد میگه وا این دین اصلا از پایه مشکل داره، از پایه مشکل داره. نمیگه کل ادیان، نمیگه کل دینایی که اومدن، نمیگه کل مثلا اماما مشکل دارن. یه مسئله دیگه هم خواستم راجبه بازی توسل من خواستم صحبت کنم. چون بارها گفتین اینو، بارها من توضیح هم دادم، حالا طبق صحبتایی که شما میگین. من فقط توی موندم که الان من یه جایی گفتم اینتون توی مکانی قرار دارم. خب الان یکی از بچه‌ها میخواد بره امام رضا زیارت، به من گیر داده که بابا بیا من تو رو ببرم امام رضا، تضمین میکنم تو وقتی که رفتی خب به اون مراد دلت، به اون نیاز دلت برسی. من توی موندم. بعد انصاری من تعجب میکنم، نگاه کنید مثلا به خودش تلقین میکنه، میگه من رسیدم به او قضیه، قسم میخوره، میگه من یه چیزی رو خواستم و رفتم و گرفتم. خب من اینو گفتم، حالا نمیدونم درست گفتم یا نگفتم، زمان بت پرستی خب موقعی که آیان یک میان پیش او بته، پیش او مقبره نذر میکردن.
احتمال داشت از هر 100 نفر خب یه نفر رو خدا مشکل اونو حل کنه. او زمان بت پرستی آیا او بته به او کمک کرده؟ برای منم گفتم بابا نگاه کنید، شاید یک بار تو مشکل تو توی قضیه خدا رو کرده، مشکلتون رو حل کردی، اصلا تو تقدیرت تو زندگیت بوده که تو این روز این مشکل تو حل بشه. چه دلیلی داره؟ من فقط دوست دارم در مورد این توسط ای کاش الان بودش، چون من به خیلی بهش تنگ زده بودم که الان بیاد اینجا و بشینه این برنامه رو کلا ببینه. متاسفانه های انصاری، متاسفانه من برنامه رو تو شبکه تلویزیونیشون در آوردم و پدرش پاک کرده و گفته نه ما این برنامه رو نمیخوایم ببینیم. من تعجبم از این. نگاه کنید یه سری آدما، گفتم من زیادم حرف زدم، فقط اینو میخوام بگم، یه سری از آدما خوابن، یه سری خودشونو به خواب میزنن. این دو سری خیلی مشکل. اون کسی که خودشو به خواب زده تحت شرایطی نمیشه بیدارش کنیم. حالا آقای، خیلی معذرت میخوام، آقای قزوینی خودشو مثل کسانی زده به خواب که اونا خودشونو زدن به خواب. ببین دیگه اینو چجور میخوای بیدار کنی؟ من توی تعجب میکنم. یه عمرن نمیاد این کلیپو جواب بده آقای انصاری و دوست دارم همیشه. و این یه چیز دیگه هم خواستم بگم، من چون الان زد دست پاچه شدم خدایی که دیروز او وقت قبلی خیلی زنگ زدم. من فقط اینو میخوام بگم، من هر بار به شبکه هاشون زنگ زدم آقای انصاری فقط اومدن از کتاب توضیح دادن. یک بار از سوال قرآنی رو میپرسی از کتاب برات توضیح میدن. بابا خدا اینو گفته. من توی تعجبم فقط از اینه، میخوام ببینم چه کسانی هستن که از خدا بالاترن روی زمین. این خیلی برای من مهمه. مثلا میگن امام حسین خدا بهش اینو داده. امام حسین کی گفته که امام حسین خدا اینا رو بهش داده؟ امام حسین یه آدم پاک بوده، امام حسین بزرگ بوده، امام حسین کاری کرده که ما راهش بریم. امام حسین راه جدش پیغمبر رو رفته و به ما یاد داده. من توی تعجب میکنم و این مهر هم خواستم در مورد مهر برام توضیح بدین، چون میگن مهر مستحب واجب نیست. اینم اگه لطف کنید بگین دستون در نکنه، حرفی هم ندارم. انشالله که هم موفق باشید. الله متلفستون کنه. تشکر شما. خدا نگهدار. در مورد مهر انشالله صحبت میکنم. ببینید برادر عزیز و گرامی، من این آیات رو از بس که اینجا توضیح دادم تقریبا میشه گفت که در هر برنامه توضیح میدیم در این مورد. شاید که خیلی از بینندگان حفظ کرده باشن. این که فلانی رفته سر قبر فلانی شفا یافته، اگر قرار باشه این اساس دین قرار بگیره، خب خیلی از نصارا تو این برنامه تلویزیونیشون رو نگاه بکنید، خیلی از این نصارا تو برنامه تلویزیونیشون ادعا میکنن که طرف رفته کلیسا شفا پیدا کرده. اصلا تو برنامه زنده اون کشیششون داره چیزی رو میخونه، یه طرف فلج رو ویلچر رو وردن، یهو بلند میشه شروع میکنه به رقصیدن. اینها یا یک فیلم بازی میکنن، نقش بازی میکنن به خاطر جذب مردم، به خاطر فریب دادن مردم. یکی از زیارت‌های خیلی بزرگی که شیعه و سنی به اصطلاح اونایی که جاهل و گمراه هستن به اونجا رفت آمد میکنن، زیارتی است منسوب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در افغانستان. این مزار شریف هم که بخاطر مزار قبر شریف یعنی قبر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. عده‌ای هستن در اونجا دزدای دین که بساط پهن کردن و جیب مردم رو خالی میکنن. هر سال یکی دو نفر رو بهش مثلا 50,000 60,000 100,000 بهش وعده میدن. بعد این طرف میاد در اونجا در یک روز معین، خاصا در روز مثلا گل سرخ یا در به اصطلاح اول رمضان، اول نوروز، میاد در اونجا یهو بلند میشه میگه که من کور بودم، حضرت علی منو شفا داد. مردم شروع میکنن میریزن، خلاصه پیرن این بیچاره رو تیکه پاره میکنن، هر کسی تیکه از پیرن این میگیره که این حضرت علی به این نظر کرده. بعد از اون این به اصطلاح تئاتر که تموم شد، این طرف رو میارن و خلاصه پول بهش میدن و اون میره دیگه از یک ولایت دیگه جای دوردست میارنش که کسی هم نشناسه. تا امروز هیچ کسی رو نتونستن بیارن که بابا
یک سرتیفیکتی داشته باشه که این طرف کور بوده، کور مادرزاد و اومده در اینجا شفا پیدا کرده. این قضیه رو چرا اینطوری اینو برنامه ریزی میکنم؟ به خاطر اینکه در طول سالی که پیش رو هست، از اول هر سال هجری شمسی یک درامه درست میکنن، بعد تا آخر سال مردم جاهل و احمق میرن اونجا پول میریزن که کور شفا پیدا میکنه و خلاصه فلج سالم میشه و فلان میشه. در حقیقت اینها همه خرافات و خزعبلاتی است که دکانداران دین فروش برای فریب مردم این کارا رو انجام میدن. خیلی دو تا چهار تا خیلی ساده من خدمتتون عرض بکنم. اگر واقعا اینها دارای همچین قدرت‌های خارق‌العاده‌ای هستن، خیلی ساده. آقای رئیسی به اصطلاح رئیس آستان قدس رضوی، ایشون در انتخابات شکست خورد. این همه انسان ها میرن از ایران در اونجا شفا پیدا میکنن، امام رضا بهشون کمک میکنه. خب به این بیچاره بدبخت چرا کمک نکرد که در انتخابات پیروز بشه؟ خیلی ساده است. چرا من کسی رو میشناسم که طرف از متولیان یکی از بارگاه های خیلی، حالا اسمشو ذکر نمی کنم، یکی از همین گنبد و بارگاه خیلی معروف است که سالانه هزاران نفر میرن در اونجا برای شفایابی. یه روزی به من زنگ زده بود که به من کمک بکن، میشناسه منو. گفتم برای چی؟ گفت که میخوام فرزندم رو بفرستم هند برای درمان. با خودم خندیدم، حالا بهش چیزی نگفتم، ازش حالا معذرت خواهی کردم، گفتم که تو دلم گفتم خب تویی که ادعا میکنی، همون شخص ادعا کرده بود یک زمان توی مجلسی که وای این انصاری و فلان و علان میگن که این گنبد و بارگاه شفا نمیده، ما خودمون دیدیم که اینجا شفا مردم یافتن. خب مرد مومن، تو فرزند تو میفرستی برای درمان به هند و به مردم ساده‌لوح بیچاره بدبخت جاهل میگی که بیاید تو این قبر از اینجا شفا بگیرید. و مادامی که قبر شفا میده، تو چرا فرزند تو $2,000 خرج میکنی برای درمان میفرستی هند؟ ببر اونجا دخیلی ببند و به زنجیر ببندش اونجا شفا پیدا بکنه. اما اینا تاجرن، دین فروشن. کسایی رو من میشناسم که میشناسمشون، والله الذی لا اله الا هو، صبح تا شب تو زیارتگاهی میشینه تو امامزاده‌ای و از مردم پول جمع میکنه به بهانه‌ای که شفا میده و فلان میده و الان شب با همون پول مشروب میزنه، زنا میکنه و تو مجالس خصوصی هم میگه که من اولاغ‌تر از این مردم ندیدم، میارم پول میدم به ما که مریضیمون رو شفا بده و میگه تا احمق در جهان باشد مفلس در نمیماند. همینا هستن که پولای شما رو میگیرن، میرن اونجا عیش و عشرت خودشون رو میکنن. در صورت الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 13 میفرماید که یولج اللیل فی النهار. چرا این آیه اینطوری بیان میشه که الله سبحانه و تعالی شب و روز رو به وجود میاره و یولج النهار فی اللیل؟ یعنی میخواد بگه که اختیاردار آسمان ها و زمین ها الله سبحانه و تعالی است. و سخر الشمس و القمر، آفتاب و مهتاب رو مسخر کرده. کل یجری لاجل مسمى، همه اینها تا زمان معینی در حرکت هستند. ذالکم الله، ای کسانی که به دنبال غیر الله میرید، به دنبال من دون الله میرید، این است الله شما. ذالکم الله ربکم، پروردگار شما هست. له الملک، ملک و پادشاهی از آن اوست. این الله صاحب ملک و پادشاهی است. ملک یعنی چی؟ یعنی فرمان روایی، یعنی صاحب اختیار بودن، مالک بودن. مثلا شما بگید من مالک این ماشینم، من مالک این خانم، من مالک این مغازم. یعنی چی؟ یعنی شما اختیار دارید که این ماشین رو بسوزانید، بفروشید، سوار بشید، به کسی بدید. صاحب اختیار مالک مغازه اید. یعنی آیا غیر از شما کسی دیگری حق تصرف در این مغازه داره؟ نداره. پس شما مالک این مغازه اید، به هر که خواستید میدید، به هر که خواستید میفروشید، خواستید آتیش میزنید، اصلا شما مالکید. در اینجا میگه که ذالکم الله ربکم له الملک،
این است الله پروردگار شما، صاحب اختیار اوست، فرمان روا اوست، پادشاه اوست. والذین تدعون من دونه، کسانی که من دون الله میخوانید یا کسانی رو که در کنار الله میخوانید. دون همیشه عرض کردم خدمتون پایینتر، دون پایینتر از الله سبحانه و تعالی، از سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع بکنید تا کوچکترین ذره‌ای که در این کون است همه من دون الله هستند. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که من دون الله میخوانید مالک هسته پوست نازک هسته خرما هم نیستند. و بارها تکرار کردم که هسته خرما رو ما میکاریم، خرماشو میخوریم، این پوستی که رو هسته خرما هست هیچ سودی نداره. بعد از اینکه شما خود خرما رو خوردید، هسته‌ش هم انداختید، خود خرما رو استفاده کردید، غذا از میخورن، این پوست نازکی که رو هسته خرما هست فقط برای چی است؟ برای اینکه این خرما نچسبه به اون هسته، خیلی راحت جدا بشه. بعد اینکه خرما خورده شد، هسته جدا شد، این پوست دیگه به درد نمیخوره. وقتی هسته رو شما کاشتید تبدیل میشه به یک درخت خرمای دیگه، اما اون پوست به درد هیچی نمیخوره غیر از اینکه بین خود خرما و بین هسته یک حائلی ایجاد بکنه. و میگه کسانی رو که شما من دون الله میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینها نه تنها مالک خرما نیستن، مالک حتی همون پوست نازکی که به دردم نمیخوره مالک همون هم نیستن. من الان اینجا انشالله خدمتون نشون بدم این پوست نازک. احمد جان اگر بتونی روی این تصویر، بله این پوست نازک رو میبینید، این هسته خرماست، این پوست نازکی که روش هست اینو بهش میگن قطمیر. تشکر میکنم. بعد قضیه به همینجا تمام نمیشه. بعد از اون چی میگه؟ این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. اگر همین نایی رو که شما صدا میکنید، امام رضا، امام علی، امام فلان، هر کسی که هست، اگر اینا رو صدا کنید، اولا که صدای شما رو نمیشنون. ولو سمعوا، اگرم شنیدن به فرض محال، مستجابوا لکم. الان میان دعوا رو میندازن که آقا در حدیث فلان گفته که مرده ها میشنون، در حدیث چاهای بدر پیامبر مرده ها رو مورد خطاب قرار داد، مرده های مشرکین رو عمر اومد اعتراض کرد، پیامبر گفت که از تو دارن بهتر میشنون. ولو سمعوا، اگر بشنون، چی میگه در آخره؟ مستجابوا لکم، جواب نمیدن به شما. کیست که میشنوه و جواب میده؟ ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، من پروردگار را بخوانید، من هستم که اجابت میکنم. اینهایی رو که من دون الله شما صدا میکنید، اولا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اولا دعای شما رو نمیشنون. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم که بشنون اجابت نمیکنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت هم در پیشگاه خداوند حاضر میشن، میگن یا الله ما کفر میورزیم به این اعتقادات باطلی که اینها نسبت به ما داشتن. این صفت الله سبحانه و تعالی و کسانی که من دون الله خوانده میشن. آیه بعدی هم جالب است. یا ایها الناس، ای انسان ها، انتم الفقراء الی الله، شما چی هستید؟ شما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی فقیرید، همیشه نیازمند الله سبحانه و تعالی هستید. والله هو الغنی الحمید، و الله هست که بی نیاز ستوده است. پس همه ما انسان ها فقیر الی الله هستیم که محتاج الله سبحانه و تعالی. رزق ما، روزی ما، عمر ما، سلامتی ما، تندرستی ما، همه چیز ما در اختیار کی است؟ در اختیار کسی است که مالک الملک است. تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله سبحانه و تعالی مالک الملک است، همه اختیارات در نزد اوست، به هر کی خواست میده، از هر کی خواست میگیره و به هر کی خواست نمیده. این الله سبحانه و تعالی است که این رو باید بشن. قضیه مهر، اصل اینا برمیگرده به این اعتقاد که خالف العامه فإن فیه الرشاد. با مخالفین، با اهل عامه، که اصطلاح عامه در کتاب های اینا ذکر میشه، عامه یعنی اهل سنت،
با اینها مخالفت بکنید، چون که در این کار راهیابی و کامیابی است. اگر اهل سنت بر روی سجاده سجده کردن، اینا میگن باید مهر بذارید. بعد برای این کارشون روایت های جعلی فراوان دارن، یا روایت های جعلی که خودشون درست کردن، یا از روایت هایی که مثلا یک روایتش اینه که یکی از صحابه میگه ما مشتی از سنگ و ریگی که اون موقع مسجد فرش نداشت، به اصطلاح حتی بوریا فرش نکرده بودن، جدیدن که مسجد ساخته بودن، وضعیت مسلمان ها طوری بود که نداشتن، چیکار کرده بودن؟ آورده بودن سنگ فرش کرده بودن مسجد رو، سنگای ریز. میگه وقتی که هوا خیلی گرم میشد، چون سقف مسجد رو با شاخهای درختای خرما پوشانده بودن و این از باران و از آفتاب و این چیزا حفظ نمیکرد مسجد رو. حرارت مدینه هم میدونید که دیگه در تابستان از 50 بالاتر میره. سنگ ها داغ میشد. یکی از صحابه در روایت میگه که ما مشتی از این سنگ ها رو میگرفتیم در دستمون، سردش میکردیم، بعد از اون وقتی میخواستیم سجده بکنیم اونو جلومون میذاشتیم، رو اون سجده میکردیم. همین قسمت رو میخونن برای مردم، اما اینو نمیخونن که در این روایت، در روایت کامل این اومده که این به خاطر این بود که شدت گرما صورتشون رو نسوزانه، پیشانیشون رو نسوزانه، چون نازکترین قسمت بدن انسان صورت انسان است که با کوچکترین گرمی و سردی متاثر میشه. اما مثلا دیده باشید که یک کمی هوا سرد میشه، طرف مثلا سعی میکنه صورتش رو بپوشانه به خاطر اینکه سرما نزنه، یا در گرما در آب گرم این چیزا، یعنی به خاطر اینکه همیشه در معرض آفتاب و به اصطلاح هوا و این چیزا هست، صورت انسان زود متاثر میشه از این چیزا. به خاطر همین یک مشت سنگریزه میگرفتن به خاطر اینکه اینو سرد بکنن و به اون سجده بکنن. و مسجد نداشت، نه قالی داشت نه سجاده داشت. خلاصه یک شبهاتی رو سرهم کردن و هدف اصلیشون این است که یک فرقی داشته باشن با بقیه مسلمان ها. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. سلام آقای انصاری. سلام و رحمت الله. ببخشید چند تا سوال داشتم که به موضوع امروز ربطی نداره، اشکال نداره بپرسم؟ اولا خودتون رو معرفی کنید برادر گرامی. جواد هستم از خوزستان. آقا جواد از خوزستان. آقا جواد یا آقا یوسف، هر صورت از خوزستان. آقا جواد. آقا جواد شما نظرتون در مورد دو تا کلیپی که ما پخش کردیم بدید، بعد از اون ان شاء الله سوالاتتون هم مطرح کنید. کلیپ‌های آقای قزوینی؟ بله. آقای قزوینی که قیافش معلومه دیگه، لازم نیست حرفی بزنم. چرا پس دروغ میگن ایشون؟ یعنی این همه والا نمیدونم دیگه، خودش باید از خودش بپرسه، خودش هم جواب نمیده. نظر شما آقا جواد، یعنی آخوندا چرا عادتاً باید دروغ بگن، خاصا در تلویزیون ها؟ خب دیگه به خاطر اینکه دلیلی ندارن که بخوام بگم، مجبورن دروغ بگم. درست. پس شما به این اعتقاد هستید که آقای قزوینی دروغ میگه، درسته؟ بله بله 100%. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. سوالم در مورد چرا شیعه مثلا رو مهر نماز میخونن و سنی‌ها رو سجاده. خب اینو عرض کردم لحظاتی پیش. خب چون تو کتاب غاثة الحفان فی مصائد الشیطان ابن قیم جوزیه گفته که نماز خوندن رو سجده اشتباهه، رو سجاده. نماز خوندن رو سجاده اشتباهه؟ میتونید نصش رو بخونید؟ صفحه اسم کتاب؟ 268. اسم کتاب؟ اسم کتاب غاثة الحفان فی مصائد الشیطان. چی؟ غاثة الحفان فی مصائد الشیطان. فی مصائد الشیطان. مصائد الشیطان، درست. بله بله. نصش رو بخونید. من الان سرچ بکنم اینجا. الان نیستش، فقط میتونم نمیدونم بفرستم براتون. نه بخونید، نص عربیشو بخونید، چون الان من لحظاتی پیش کلیپ رو از آقای قزوینی پخش کردم که چیزی رو نسبت دادن به آقای شهرستانی، در حقیقت کلا 100% خلاف اون بود. اکثر این شبهاتی که اینا مطرح میکنن در شبکه‌هاشون از همین قبیل است. یعنی کتابش اصلا الان کتابش جلوی من هست، دوستان نشون بدن. این کتاب
این کتاب جلوی من هست، اغاظة الاحفام فی مصائد الشیطان. اینجا هر کلمه رو که شما از اون کتاب بخونید من اینجا سرچ میکنم خدمتون نشون میدم. به صفحه 268 اول صفحه است. عزیزم شما بخونید، متن رو بخونید که من اینجا سرچ کنم. متن عربیش. متن نمیدونم الان جلوم نیست. خب آقا جواد شما متنش رو انشالله که آماده کردید دوباره زنگ بزنید، شما رو بدون نوبت انشالله وصل خواهیم کرد. باشه انشالله. تشکر از شما، خدا نگهدارت. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. نه بخونید، نه عربیشو بخونید. چون الان بیننده بعدی بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. چیزی رو نسبت دادن به آقای شهرستانی الو. بله بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. سلام آقای انصاری. سلامت باشید، بفرمایید. احمد هستم از امریکا. احمد جان بفرمایید. یه دو تا سوال داشتم راجع به برنامه امروزتون. بفرمایید. میخواستم بپرسم که الان چند سال شده که کلیپ های آقای قزوینی را پخش میکنید؟ تقریبا حدود 8 سال میشه. 8 سال. بله. من امروز میخواستم از یکی از دروغ‌هاش دفاع بکنم. بسم الله بفرمایید. میخواستم بگم از 1000 تا 1100 تا از 1000 تا 1100 میخواید دفاع بکنید. جالب است. بله این یکی از دروغ‌هاش بود که من امروز میخواستم آن را جواب بدهم و مژده این را به آخوندهای رافیجی بدهم که من این روز از بزرگ آنها پشتیبانی کردم. درست. تشکر برادر عزیز. الله مطال سلامت حسین باشید. کنه. ما خیلی شما را دوست داریم. سلامت باشید. الله مطال شما را دوست بداره. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری، خوب هستید؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی بکنید، از کجا زنگ میزنید؟ آرش هستم آقای انصاری از ایران. آقای آرش بفرمایید. آقای انصاری یه دو سوال داشتم از شما. آرش جان میتونید در مورد کلیپایی که پخش کردیم اظهار نظر بکنید، بعد سوال شما رو هم میشنویم. نظری ندارم، اونو دیگه مشخصه دیگه کی باید آدم بگه. خب بفرمایید. میخواستم بگم از میگن بهزیستی مثلا بچه بیاری نگهداری کسی که بچه دار نمیشه حکم شرعیش چی میشه؟ باشه در این مورد صحبت میکنم. آره با همون مادر و پدر این محرم میشه نمیشه. باشه در این مورد صحبت میکنم. دست شما در نکنم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. در مورد کسانی که میرن از اماکنی که در اونجا در یتیم خانه ها، در بهزیستی، در بیمارستان ها یتیم های بی سرپرستی وجود دارن. من این آیه رو خدمتون بیارم. بله. نگهداری یتیم، سرپرستی یتیم یکی از بزرگترین عبادت هایی است که یک مسلمان میتونه انجام بده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی صحیح میفرمایند که انا و کافل الیتیم کهاتین، من و کسی که تکفل میکنه، سرپرستی میکنه یک یتیم و در جنت اینطوری هستیم. یعنی چی؟ رفیق رسول الله، در کنار رسول الله در جنت. بزرگترین عبادتی که یک مسلمان میتونه، در آیات قرآن، در احادیث توجه زیادی شده به این که انسان باید یتیم ها رو سرپرستی کنه، سواء این که این یتیم پدر و مادری داشته باشه معروف یا نداشته باشه فرق نمیکنه، چون بالفرض اگر زن و مردی مرتکب زنا شدن، فرزندی به دنیا آوردن، این فرزند گناهی مرتکب نشده، اون پدر و مادر هستن که
گناه کردن. ولا تزر وازرة وزر اخرى، گناه کسی دیگری رو شخص دیگری به دوش نمیکشه. در هر صورت کفالت یتیم، سرپرستی یتیم، تربیت یتیم یکی از عبادت‌های بزرگی است که ببینید در مورد هیچ عبادتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دستان مبارکشون اینطوری کردن که حتیم. مثلا من و کسی که یتیمی رو سرپرستی بکنه در جنت این گونه هستیم، یعنی در کنار هم رفیقم. یک نکته ای هست که اینجا باید بهش توجه بشه. در خیلی از کشورها فرزند بی سرپرستی رو میارن، بعد مثلا اسمش از محمود، رضا، علی، ابوبکر، عمر، هر چی باشه، این رو اسم خودشون رو بهش اضافه میکنن. مثلا اسم طرف علی اکبر است، این فرزندی رو که آوردن پرورش میدن اسمش از علی. مثلا در شناسنامه مثلا علی فرزند علی رضا مثلا، یا اسم خانوادگیشون رو میدن. این مخالف صریح آیه قرآن است که الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 5 میفرماید که ادعوهم لآبائهم، آنها را یعنی فرزند خوانده ها را به نام پدرانشان بخوانید، او اقسط عند الله، که این در نزد الله منصفانه تر است. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر که پدرانشان را نمیشناسید، پدرانشون ناشناس هستند، فاخوانکم فی الدین، برادران دینی شما هستند، و موالیکم، یا موالی شما هستند، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، و بر شما گناهی نیست که قبلا اگر اشتباهاتی رو مرتکب شدیم. در این آیه الله سبحانه و تعالی صریحا میگه که ادعوهم لآبائهم، اینها رو به نام پدرانشون یاد بکنید. پس سرپرستی یتیم کار خوبیه، بزرگ کردنش کار خوبیه، خدمت به اون کار خوبیه. اگر دختر باشه بزرگش بکنید، به ازدواج بدید. اگر که پسر باشه بزرگش بکنید، در تربیت و تعلیمش کوشش بکنید، چون اگر این فرزندان بدون سرپرست در کوچه و بازار بگردن، متضرر اول و آخر شماها هستید، اهل اون جامعه هستند. چرا؟ این طرف بی سرپرست اگر بزرگ شد دزد میشه، راهزن میشه، زناکار میشه، مشروب خوار میشه، فاسد میشه، فردا میاد خونه شما رو میدزده، فردا میاد به عزیزان شما توهین و اهانت میکنه، دست درازی میکنه. و اگر شما میرید اینا رو بزرگ میکنید، تربیت میکنید، در حقیقت خدمت بزرگی هم به خودتون، هم به جامعه، هم به انسانیت انجام دادید و هم مورد لطف الله سبحانه و تعالی قرار گرفتید که در آیات فراوانی این عمل رو پسندیده قرار داده، و هم همراهی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنت. در به این مناسبت ذکر این آیه، من یک اشتباهی که خیلی مرتکب میشن در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای اروپایی، حتی در ایران، طرف مثلا اسمش هست معصومه رضایی، مثلا بعد از این که ازدواج میکنه مثلا شوهرش از علی حمیدی، بعد از این خانم رو به اسم معصومه حمیدی میشناسن. در افغانستان خیلی رواج است بعد از ازدواج همسرشون رو، خانومشون رو به اسم خانوادگی شوهرش صدا میکنن. در اروپا، در آمریکا این معمول هست، حتی در ایران در بعضی از مناطق. این کار مخالف صریح آیه قرآن است، چون نسب یک انسان با ازدواج تغییر نمیکنه. شما مثلا خانوادگیت هست حسینی به خاطر اینکه مثلا جد دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم یا دهمت حسینی است. وقتی که شما زنی رو میاری نسبت میدی به جد خودت، یعنی دستکاری کردی در نسبش، در پدرش، در پدر بزرگش، و این نه عقلا، نه شرعا و نه علما جایز نیست. چطور امکان داره که نسب یک انسان با ازدواج تغییر بکنه؟ به خاطر این الله سبحانه و تعالی میفرماید که ادعوهم لآبائهم، اونها رو به اسم پدرانشان بخوانید. تشکر میکنم از آقا آرش. الله سبحانه و تعالی به شما توفیق بده که بتونید فرزند بی سرپرستی رو تربیت بکنید. کوشش بکنید که طوری باشه که فردا خدمتی بکنه در جامعه، انسان خوبی باشه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. آقای انصاری، چرا تو بخاری گفته حضرت علی در برابر افک تسلیم بوده و ردش نمی‌کرده؟ آقای محترم، دوست عزیز،
شما کی میخواید یعنی آداب معاشرت رو یاد بگیرید؟ وقتی یک جای زنگ میزنی اول سلام بده، اول پرسی بکن، بعد از اون من از شما نظرتون رو در مورد کلیپ ها میخوام، بعد از اون اگه سوالی داشتید مطرح بکنید. یعنی همینطوری میپری وسط بدون سلام، بدون اول پرسی. نمیدونم آخوندا بهتون یاد ندادن این؟ من سلام کردم. سلام نکردید؟ احمد جان سلام دادیشون؟ بله من سلام ندادی، کردم. سلام ندادی. خب نظرتون در مورد کلیپ دروغ آقای قزوینی که به شهرستانی دروغ بس رو بگید و بعد از اون انشاءالله به شما اجازه خواهیم داد سوالتون رو مطرح بکنید. آیا من در مورد این کلیپ ها هیچ نظری ندارم، منتها میخوام ببینم چرا تو بخاری تشکر میکنم. در مورد افک تشکر میکنم. چرا اجازه نمیدی؟ چرا میترسی؟ آقای محترم این ببینید آقای محترم وقتی شما نظری ندارید نشون میده که شما میخواید فرار بکنید. من نظرمو گفتم قبلا. الان آقای قزوینی اومد گفت که شهرستانی این مطلب رو در کتابش آورده و گفته که علمای اهل سنت این اعتقاد رو دارن که الله سبحانه و تعالی چشم داره، چشم درد میشه، ملائکه به عیادتش میان. به نظر شما این حرف راست گفته یا دروغ گفته؟ خیلی ساده است. همین کلیپ ما پخش کردیم. بله راست گفته، دروغ گفته. اگر راست گفته چرا؟ اگر دروغ گفته چرا؟ من در شما که دیگه نخواستم که کوهی رو بکنید. چرا فرار میکنید از بحث؟ خب تو داری فرار میکنی، چرا جرأت نداری جواب سوال آقای من محترم، چرا داری فرار میکنی؟ آقای محترم، ادبیات آخوندی و خانوادگی خودتون رو در معرض سمع بینندگان قرار ندید. لطفاً نظرتون رو درباره کلیپ بگید. من قول میدم جلوی میلیون ها بیننده که به شما اجازه بدم سوالتون رو مطرح بکنید. بسم الله. بنده گفتم نظر خودم رو گفتم، از خودشونم بپرسید، به منم هیچ ربطی نداره اصلا. حالا بنده سوال دارم، چرا فرار میکنی از سوال من؟ آقای محترم چیزایی که شما میشنوید از شبکه ولایت میشنوید و ما اینجا ثابت کردیم که آخوندهای شبکه ولایت دروغگو هستند. من میگم آخوندهای شبکه ولایت دروغگو هستند. ببینید برادر عزیز، آقای محترم الان کلیپ پخش شده دوست عزیز کلیپ پخش شده و ایشون علنا دروغ میگه و من کتاب الملل و نحل شهرستانی همین الان جلوم باز هست و این مطلب رو شهرستانی در مورد شیعیان میگه. سوال منو بده، من جوابتو میدم. شما از این دروغا زیاد گفتید. شما از این دروغ وقتی که من جواب دادم بعد قطع میکنید، فرار میکنید. من قول بهت میدم، قسم میخورم که جواب من رو بده. من بعد از اون جواب شما رو میدم، سوالتون رو مطرح بکنید، جوابتون رو بشنوید. شما داری میترسی. گفتم والله جواب. آقا محترم شعار نده. خواهش میکنم اگر میخواید جواب بدید، اگر نمیخواید با شما خداحافظی میکنم. خب اول شما جواب بده. گفتم والله جواب میدم. تشکر میکنم. من قطعت میکنم به خاطر اینکه باید یاد بگیری که با من چطور صحبت بکنی. برادر عزیز دوباره زنگ بزن، هر موقع تصمیم گرفتی که جواب سوال ما رو بدی در مورد کلیپ اظهار نظر بکنی، بعد از اون من در مورد سوال شما والله صحبت میکنم، جوابت رو میدم. بارها اینجا همین بینندگانی که زنگ زدن نظرشون رو گفتن، سوالشون رو مطرح کردن، من جواب دادم. این ادب و اخلاق و انسانیت رو یاد بگیرید و ادبیات آخوندی و تربیت خانوادگیت رو بذارید کنار. یاد بگیرید که چطور با مخالف صحبت بکنید. روش برنامه این است که شما در مورد به عنوان مخالف که تماس میگیرید، در مورد کلیپا صحبت میکنید، نظرتون رو بابا آره دروغ گفته، نه راست گفته. دروغ گفته، چرا دروغ گفته؟ اگر راست گفته به چه دلیل راست گفته؟ خیلی ساده. ببین برادر گرامی، شما راستگو باشی، دروغگو باشی، فرقی به حال شیعیان و اهل سنت و شبکه ما و بینندگان ما نداره. اما وقتی آیت الله قزوینی مدیر شبکه تکفیری ولایت میاد دروغ میبنده به علمای اهل سنت، این نشان دهنده این است که شما مذهبتون از ریشه و اساس خراب هست. چون در مذهب شما تهمت و دروغ بستن به اهل سنت این عبادت است. قربتن الی الله دروغ میبندن، تهمت میزنن. من بارها نشون دادم در اینجا که در کتاباشو میگه که تهمت بزنید به اینها، دروغ ببندید به اینها. و شما دارید همین عبادت رو انجام میدید. قزوینی هم داره همین عبادت رو انجام میده. یاد بگیر برادر عزیز، بیننده گرامی،
دفعه بعد که تماس میگیرید احمد جان بدون نوبت ایشون رو وصل بکن، نظرشون رو در مورد کلیپ دروغ قزوینی در مورد شهرستانی بیان بکنن. بعد از اون انشالله هر شبهه‌ای، هر دروغی، هر چیزی که در ذهن شما هست بیان بکنید. من به حول و قوه الهی در این برنامه پاسخ خواهم داد. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته باشید. جناب آقای انصاری خدمت بینندگانم عرض سلام و شب بخیر. آقای انصاری، من این کلیپ رو ان شاءالله حتما تماس میگیرم با شبکه ولایت میپرسم. ولی شما هم لطف کنید بعد از 6 هفته میشه خودتون اول معرفی کنید بیننده گرامی؟ شما خودتون رو معرفی کنید اول. شما خودتون رو معرفی کنید. شما بیننده بنده رو میشناسید. من حمید هستم از ایران تماس میگیرم. ولی شما 6 هفته آقا حمید 4 نده برادر عزیز، دوست گرامی. والله قسم میخورم اگر نظرت را در مورد کلیپ دروغ آیت الله قزوینی گفتی، من سوال شما را پاسخ میدم. ببین برادر عزیز، ما چرا این روش رو انتخاب کردیم؟ گوش کن یک لحظه، خونسردی تو حفظ کن. ما چرا این روش رو انتخاب کردیم؟ شما میرید اونجا شبکه ولایت رو نگاه میکنید، شبکه تکفیری و دروغگوی ولایت رو، دروغایی رو که اونا اونجا میگن رو کاغذ مینویسید، بعد میید به ما زنگ میزنید آقا این مسئله فلان روایت در فلان کتاب چطور شده. دوست عزیز، شما نظرتون رو در مورد کلیپی که پخش میکنیم بیان بکن. بعد از اون هر سوالی داری از هر کتابی که میخوای ما جوابش رو میدیم. در هر برنامه‌ای که شما زنگ زدید حمید جان، همین مطلب، همین مشکل بین من و شما بوده و دوستانی که به سوال ما پاسخ دادن سوالشون رو مطرح کردن و ما هم جوابشون رو داد. والله اگر جواب شما رو نداشته باشم میگم ندارم، میگم نمیدونم، مشکلی نیست. این در مذهب ما، در دین ما، علمای کبار اهل سنت، ائمه بزرگوار مذاهب اهل سنت، حتی فقیه امت ابن عباس میومدن ازش میپرسیدن سوال، میگفت نمیدانم. بعد مسخرش کردن، گفتن که تو میگی نمیدانم. گفت که شما میخواید که به وسیله من برید به بهشت و من رو بفرستید به جهنم؟ آقا ما ندونیم، اینجا نمیخوایم که مثلا دروغ تعبیر مردم بدیم، ما میگیم نمیدونیم. آقای حمید، برادر عزیز بزرگوار، وقت ما و بینندگان رو ضایع نکنید. لطف کنید نظرتون رو در مورد دروغ آیت الله قزوینی که نسبت به شهرستانی اظهار کرده، ما صفحه کتاب رو هم نشون دادیم، مطلب رو کامل آوردیم، حرف آیت الله قزوینی رو پخش کردیم و از این 200 تا کلیپ، بیش از 200 کلیپی هم که ما پخش کردیم تا حالا یکیش هم قزوینی نیومده که جواب منطقی بهش داده باشه. همه فرار کردن، یا تهمت زدن، یا دروغ گفتن، یا آخرش آمدن تهدید کردن که اگر مولانا عبدالحمید جلوی اینا رو نگیره ما کلیپ‌های مولانا عبدالحمید رو پخش می‌کنیم. حالا اجازه بفرمایید. اول اینکه شما گفت می‌کنم شبکه آیت الله قزوینی رو بلد کنم، به والله قسم سوالی که می‌خوام بپرسم حالا یک بار هم ولایت پخش نشده و احتمالاً پخش نخواهد. اگه من سوال می‌پرسم اگه تو شبکه ولایت شما آورید حتی داشتن حمید جان اگر شما دنبال حقید، ببینید شما اینجا برای چی زنگ زدید؟ دنبال حقی یا دنبال باطل؟ دنبال حق یا دنبال باطل؟ دنبال حقی یا دنبال باطل؟ دنبال حقی یا دنبال باطل؟ آقای محترم حمید جان، دنبال حقی یا دنبال باطل؟ حمید جان آهسته داد نزن. دوست عزیز ببین اعصابتو خورد نکن بابا جان، ما اینجا 3 ساعت وقت داریم، اعصابتو خورد نکن، خیلی راحت شمرده آهسته صحبت کن، صدات اصلا متوجه نمیشیم که چی داری میگی. داد نزن، آروم صحبت بکن. داد نزن حمید جان، داد نزن. آروم صحبت بکن. الان شما اصلا بیننده شبکه ولایت نیستی، اصلا به عنوان یک مخالف، به عنوان یک شیعه تماس گرفتی. ما کلیپی رو پخش کردیم، دروغ رضا آیت الله قزوینی پخش کردیم و اصل کتاب رو هم نشون دادیم، اصلا صفحه‌شو اسکن شده نشون دادیم. نظر شما در مورد این دروغ چیه؟ تشکر میکنم حمید جان، انشالله دفعه دیگه تماس بگیرید. هر موقعی که تصمیم گرفتید که طبق روش برنامه ما نظرتون رو بیان بکنید، بعد از اون هر سوالی، هر شبهه‌ای، هر مطلبی که میخواستید بیان بکنید من انشالله پاسخ خواهم داد. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه بعد از برنامه زنگ بزنه؟ بعد از برنامه بله. به همین شماره میتونید زنگ بزنید در بعد از ساعت 6:30 شب به وقت 6:30 عصر به وقت ایران فردا انشالله. درسته. خب تشکر. خدا نگهدارت. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. ابوبکر هستم از تایوان. بفرمایید برادر عزیز. استاد انصاری در مورد کلیپ های آقای قزوینی بگم که اگه آقای قزوینی دروغا رو نگه که نمیتونه صیغه کنه یا نمیتونه خون بگیره، بعد اینا بیشتری میخوان که بین اهل سنت به حساب خودشون و وهابیت تفرقه بندازن. درست. بعد استاد انصاری اینا چند شب یک روایت که صحیح بخاری پیدا کردن بر ضد، میخوان از اون روایت بر ضد ام المؤمنین عایشه صدیقه استفاده کنن. همشون دنبال همین هستن که وقتی برنامه رو بگیرن. یه هفته از الان آقای سجودی رو هم خلافی کردن، شبکه کلمه رو هم اینجوری دارن ایمی روایت میارن مطرح میکنن. باشه انشالله در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. ممنونم. فقط اینا میخوان وقتی برنامه‌تون رو بگیرن، اینا هیچ چیزی دیگه ندارن. درست. درست. ممنونم استاد. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. ببینید اینها مثل اون قضیه که بحثی که با استاد مرادزی داشتن، روایتی هست یک صحابی میگه که سفر کردم به مدینه و نزلت عند عایشه، در نزد به اصطلاح مستقر شدم در نزد عایشه. این رو آورده بودن تو و این طرف به اصطلاح همون شبی که چند شبی که اونجا بوده. بعد روایتی رو در باب قضیه احتلام ذکر میکنه. خیلی بحث جالبی بود تو شبکه ولایت. این آخونده که مجهول الهویه لقیتی که آوردن اونجا یزدانی در حضور خود قزوینی و مولانا مرادزی اینا اینو طور این روایت رو بیان میکرد که خلاصه یعنی علیاذ بالله مردهای نامحرم میرفتن و در نزد ام المؤمنین عایشه صدیقه محتلم میشدن. بعضی از دوستان اینو شبهه رو برای منم فرستاده بودن که ما در همون موقع جوابش رو داده بودیم و جناب مولانا مرادزی هم پاسخ کوبنده همون موقع دادن. ببینید اینا چون که خودشون تصویر ذهنی که هر انسان از یک موضوعی، از یک شهری، از یک دینی، یک مذهبی داشته باشه، بر اساس اون چیکار میکنه؟ اظهار نظر میکنه در مورد مسائل. تصویر ذهنی اینها از خانواده، از خواهرانشون، از مادرانشون، از همسرانشون همون تصویر متع و صیغه ای است که کسی به کسی اعتماد نداره. از امام جعفر صادق پرسیدن که با کسی صیغه کرده، گفت و طرف وقتی که بعد صیغه متوجه شده که این طرف شوهردار است، گفت غلط کردی ازش پرسیدی که شوهر داری یا نداری، تو صیغه تو بکن چیکار داری. یعنی دین اینا اینطوری است. اینا نه به خواهرشون، نه به مادرشون، نه به همسرشون، به هیچ کس اعتماد ندارن. منظورم همین طبقه رافضی است. عموم شیعیان منظور من نیست. همین طبقه رافضی که به همین کثافتکاری ها مشغولن. خب در اون روایت ما بیایم مثال بیاریم. ابوالقاسمی سافر الى قم و نزل عند مکارم شیرازی. الان اونا برداشتشون چی است که یعنی بعد میومد میگفت که بالا خونه عایشه رضی الله تعالی عنها 1 متر در 2 متر بوده و خونه تنگ بوده و این طرف چطوری اومده پیش عایشه اونجا خوابیده چند شبی که در مدینه بوده. آیا هر شیعه منصفی، هر مقلدی از مقلدین آقای مکارم شیرازی راضی میشن که ما بگیم که والله این ابوالقاسمی وقتی که نزل فی القم اینطوری ترجمه بکنیم که رفته تو اتاق خواب مکارم شیرازی در کنار همسر مکارم شیرازی خوابیده؟ خب الان میدونم که الان حمید و رضایی و موسوی و فلان
اعصابشون خرد شده، موها به بدنشون سیخ شده، دارن فوش میدن که ببینید این وهابی فلان فلان شده، چرا به ما داره توهین میکنه به مرجع ما. برای مرجعتون نمیخواید که ما اینطوری ترجمه بکنیم. این در زبان عربی وقتی میگه که من سافرت الی المدینه و نزلت عند فلان، یعنی وقتی رفتم مدینه مهمان فلانی شدم، نه اینکه رفته تو اتاق باش خوابیده. وقتی همین ترجمه و همین تفسیر رو برای زن مکارم شیرازی دوست ندارید، برای زن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در قرآن کریم میگه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، آیا دوست دارید؟ دوست ندارید. یا در مسئله مثلا افک میان میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومد پیش عایشه گفت ای عایشه اگر اشتباهی انجام دادی از الله طلب مغفرت بکن. خب روایت صحیح هست، در زبان خود حضرت عایشه هم روایت شده. این بیشورها انقدر نمیفهمن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که من غیب میدانستم خیر فراوان کسب میکردم و اذیت و آزاری به من نمیرسید. اگر رسول الله غیب میدانستن از اون روز اول میدونستن که همسرشون بیگناه هست. اگر رسول الله غیب میدانستن میفهمیدن که کیا این تهمت رو زدن. اگر رسول الله غیب میدانستن میدونستن که در احد که صحابه رو ببرن شهید میشن. اگر پیامبر میدونسته و صحابه رو برده در احد به کشتن داده، خب این خودکشیه. پس در حقیقت مسئله یاذ بالله مسئول کشتن صحابه رسول الله بودن که میدونستن و همون صحابه رو بردن به احد. اگر میدونستن که فلان عملی رو انجام بدن به ضررشون تمام میشه، خب نمیکردن این کار رو. در خیلی از آیات قرآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری رو انجام دادن، الله سبحانه و تعالی تصحیح کرده این اشتباه رو. این قضیه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب نداشتن، نمیدونستن که آیا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گناهکار یا بیگناه است. خیلی واضح و آشکار غیب نداشتن، نمیدونستن. به خاطر همین اومدن این حرف رو زدن و این بزرگترین دلیل است برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی بودن؟ علم غیب نداشتن. بعد از مدتی روزها گذشت، الله سبحانه و تعالی این روزها رو تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی این روزها رو میگردونه تا که برای شما نشان بده که مؤمن واقعی کیست، کافر و منافق کیست. به خاطر این قضیه افک میزانی قرار گرفته برای چی؟ شناخت مؤمن و منافق. مؤمن کی است؟ منافق. تا اینکه کاسه صبرها به سر رسید. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه در اون وضعیت بودن، اون وضعیت نفسی یک زن رو شما تصور بکنید، و رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه، اهل بیت، همه. تا اینکه فرشته وحی آمد. فرشته وحی اومد آیات اول سوره نور که من از آیات 11 به بعدش رو خدمتتون نشون میدم که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. کسانی که این تهمت بزرگ را در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه آوردن، اینها گروهی از خود شما هستند. گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است، بلکه برای شما خیر است. لكل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. برای هر گروهی از اونها که این گناه را انجام دادن، این عمل را انجام دادن، گناهی است که مرتکب شدن. والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. کسی که بخش بزرگی از این گناه و تهمت را به عهده داشت، برای او عذاب دردناک است. که این شخص کی بود؟ سرکرده منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول. در آیه بعدی الله سبحانه و تعالی گروهی دیگر از مؤمنین رو در اینجا مثال میزنه. حالا من دقیقا نمیدونم که اون تهمت هایی که زدن یا شبهاتی که بیان کردن چی است، اما این آیه جواب است به همه این ظن و گمان ها و شبهات. الله سبحانه و تعالی از اول قرآن کریم صفات مؤمنین رو بیان میکنه. همین قرآن رو ما وقتی که باز میکنیم از اول قرآن شروع بکنید، از این صفحه دوم.
صفحه اول که سوره حمد که همه میدونید این صفات بندگانی است که این گونه الله سبحانه و تعالی رو دعا میکنن. صفحه دوم صفات مؤمنین شروع میشه. این کتاب گفته راهنماست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان دارن به غیب. و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، کسانی که نماز میخوانند و از آن چیزی که به آنها روزی دادیم در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون، کسانی که ایمان میآورند به این کتابی که بر تو نازل کردیم، قرآن کریم، و به اون کتاب‌هایی که قبل از تو نازل شده، تورات، انجیل و زبور و غیره. و بالآخرة هم یوقنون، به آخرت اعتقاد دارن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها بر هدایت هستند از جانب پروردگارشان و اینها هستند رستگاران. در اینجا ذکری از امامت و ولایت و خمس و خزعبلاتی که آخوندها به خورد شما میدن نیست. از اول قرآن الله سبحانه و تعالی و کتاب الله مشکل داره با شیعه. نه امامت ذکر شده که اصلی از اصول دین میدوننش. الله سبحانه و تعالی میگه که صفات مؤمنین چی هست؟ کسانی که نماز میخوانن، زکات میدن و انفاق میکنن و به روز آخرت ایمان دارن، به قرآن و کتابهای آسمانی ایمان دارن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. تموم شد رفت دیگه. این ادعاءات باطلی که اینا دارن، امامت و ولایت و خلافت و خزعبلاتی که به خورد مردم میدن، ذکری در قرآن ازش نیست. از اول قرآن تموم شد قصه. تموم. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بس مهر زده شد، تموم شد. پس اینا مؤمن نیستن. اعتقاد ما این است که روافضی که این گونه تهمت‌ها و اهانت‌ها رو به امت المؤمنین بیان میکنن، اینا مؤمن نیستن. یکی از صفات مؤمنین بعد از قضیه افک در آیه 12 سوره نور الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. میگه اگر مؤمنین مؤمنات صفتشون این است که انگامی که این تهمت را شنیدن باید چی میگفتن؟ باید میگفتن که این تهمتی است بزرگ و گمان نیک میکردن، گمان خیر میکردن نسبت به هم دیگه. پس اینها مؤمن نیستن. همان گونه که کسانی که این قضیه افک رو پخش کردن و حتی بعضی از صحابه متاثر شدن از این سخنانی که منافقین پخش کرده بودن در بین مسلمان ها، پس این منافقین مؤمن نبودن. و حتی کسانی که این رو قبول کردن و این تهمت رو به ام المؤمنین عایشه صدیقه 100% قبول کردن، هر کسی که بوده وقتی این فعل رو انجام بده، این تهمت رو به یک زن پاکدامن نسبت بده، در اون زمان، در اون لحظه، این از نقص ایمان است، این از کمبود ایمان است. به خاطر همین در آیه بعد الله سبحانه و تعالی قضیه 4 شاهد رو بیان میکنه که تا این باب بسته بشه که فردا نیان 4 تا منافق شیطان به هر زن پاکدامنی تهمت بزنن. به خاطر همین باید 4 شاهد بیارن که در آیات بعد الله سبحانه و تعالی این رو بیان میکنه. اما لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، این چه خیری بود برای امت؟ بزرگترین خیر در این بود که یک سری احکامی در مورد تهمت به زنان پاکدامن نازل شد. ابوبکر صدیق و خانواده‌اش طبق حدیثی که روایت شده همیشه خیر بودن برای امت. همین تهمت سبب شد که احکام مهمی در مورد تهمت به زنان پاکدامن بیان بشه و در خیلی از مواردی که فعلا جاش نیست من اینجا بیان بکنم، بعضی از اعمالی که انجام دادن سبب شد که احکام مهمی در دین مبین اسلام نازل بشه از طرف الله سبحانه و تعالی. خیر دیگری برای امت این بود که تا آخر از زمان یک میزانی قرار گرفت برای شناخت منافق. هر موقع دیدید که یک انسانی شیعه است، سنی است، زیدی است، اسماعیلی است، هر کسی که است، نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه نظر بد داره، بدانید که این انسان چیه؟ منافقه.
این میزان الله سبحانه و تعالی در سوره نور قرار داد. این میزان رو شما همیشه داشته باشید. به مجرد دیدید که حدیث روایت رو میارن و از لابلای این میخوان که توهین بکنن به ام المؤمنین عایشه صدیقه، بفهمید که این شخص منافق است. و ما با کسی شوخی نداریم، میخواد هر کسی باشه، میخواد شیعه باشه، سنی باشه، حجج اسلام باشن، آیات اعظام باشن، هر کسی میخواد باشه. تهمت فحشا به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کفر است. کسی که این تهمت رو بزنه یا تلمیحاً بخواد این مطلب رو بیان بکنه، این انسان کافر است، مرتد است، جاویدان در آتش دوزخ است و منکر آیات قرآن است، چون که صراحتاً در سوره نور الله سبحانه و تعالی براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را در اینجا بیان میکنه. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو آقای انصاری چرا قطع میکنی برادر؟ چرا بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری بفرمایید، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ چرا حضرت علی داخل بخاری عایشه تهمت چیز زده؟ تهمت افک. آقای محترم خودتون رو معرفی بکنید، از کجا زنگ میزنید، اسمتون چیه؟ من موسوی هستم از احواز، لطفاً جواب بدید. داخل بخاری اومده که حضرت علی سکوت کرده و تسلیم امر شده، گفته که بله عایشه تهمت درسته و بخونید روایت رو. بخونید روایت رو. آها چشم. من فارسیشو میخونم از که نه عربیشو بخون که من اینجا سرچ بکنم. چرا دروغ میگید؟ ابلغ. عربیشو بخون برادر عزیز. آقای محترم عربیشو بخون. بیننده گرامی رو خط هستید؟ خب قطع کردید رفتید. به من اشاره میکنن که پخش برنامه در هوتبر قطع است. احمد جان قطع است هنوزم؟ خب تا دوستان پیگیری میکنن یک میان برنامه میبینیم و انشالله دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. امیدواریم که پخش شبکه در هوتبر دوباره برگردیم. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ماشاءالله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر، الله اکبر. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك اكتمل.
ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان نور في الظلمات
أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند توسن طبعم ز شورش 100 نوا دارد به دل مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند عایشه روشنگر چشم رسول الله بود عایشه روشنگر چشم رسول الله بود حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند او نشان فقه و دانش قطب اقیانوس علم کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان تا محمد را برای مسلمین معنا کند مدح این مادر میان سوره نور آمده منشأ پاکی او را خالق مولا کند سوره ای که از نور او دلها سراسر نور شد کیست و آن کو سوره و آیات را حاشا کند هر که دارد
اعتراض از بهر المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بهر المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. 100,000 جان فرزندان فدای عایشه، 100,000 جان فرزندان فدای عایشه، نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه، شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی، نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا، گوهر بازار عشق و عفت و حجب و حیا، زاهد شب زنده دار و عابد صبح و مسا، مادر آن نوجوانان بهشتی فاطمه، سید ام ابیها هم بتولی فاطمه، تا قیامت نام نیکش در قلوب مؤمنین، منتشر از او به دنیا نسل خیر المرسلین. این حقیقت را بدان ای دوست و دار آن بتول، این حقیقت را بدان ای دوست و دار آن بتول، فاطمه مادر زن فاروق اعظم شد قبول. عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی، عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی، عایشه زوج پیامبر، فاطمه دخت صفا، ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم، ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم، آسمان عشق آنها را به جان ها می خریم. هر کی می خواهد بجوید راه دین مصطفی، پیروی باید ز آل و صحب خیر الانبیا، میرسان از ما سلامی ای اله العالمین، میرسان از ما سلامی ای اله العالمین، بر تمام آل و اصحاب رسول المرسلین، مدح آل پاک احمد را ضیا انشا کند، تا که ایزد نام اش از راه لطف امضا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه، شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی، نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه مرتکب گناهی شده باشند می آزارند، بدون تردید تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده اند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. دوستان عزیز، متاسفانه باز رژیم آخوندی ایران و آخوندهای مستبد و ددمنش تهران بر روی فرکانس شبکه جهانی وصال حق در ماهواره هاتبرد به شدت پارازیت پخش میکنن تا از رسیدن سخن حق برای شما بینندگان عزیز و گرامی جلوگیری بکنن. شاید خیلی تعداد زیادی از عزیزان ما که از طریق هاتبرد برنامه رو دنبال میکردن صدا و تصویر ما رو نداشته باشن، اما عزیزانی که بیننده ما بودن و تماس ها رو شنیدن، بیننده تماس گرفتن و این به اصطلاح کفش جدید قزوینی است که به قول خودش که برای تهمت و اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ایجاد کردن که در بخاری روایتی است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه متهم کرده ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را در حادثه افک. این دروغی است که اینها میزنند و اگر مرد هستند جرأت و شهامت دارن، همینایی که همین دروغ‌ها و تهمت‌ها رو در شبکه ولایت و بقیه کانال‌های اینا مطرح میکنن، در یکی از برنامه‌های زنده ما انشاءالله بعد از اینکه پخش شبکه در هاتبرد دوباره آغاز شد زنگ بزنن تا ببینیم که راست کی میگه و دروغ کی میگه.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. با عرض سلام و خدمت نباشید خدمت آقای انصاری هستید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از مشهد. آقای انصاری. آقا محمد بفرمایید. شما تصویر شبکه رو دارید؟ راست حقیقتش ندارم تصویر شبکه رو. آها بفرمایید آقا محمد. یک سال خدمت باشم جناب آقای انصاری. بفرمایید. بله جناب آقای انصاری در کتاب عناصر حاکم نیشابوری با سند صحیح ایشون فرمایند که عن عباس رضی الله عنه قال نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى علی فقال یا عن سید فی الدنیا و سید فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوبک عدوبی و عدوبی عدوب الله والویل لمن ابغضک بعد. حدیثش هم صحیح علی شرط شیخه. این یک حدیث. خب آقای صدامو دارین؟ بله صدا شما رو دارم. آقا همین حدیث اول، شما از این حدیث چی میخواید برداشت بکنید یعنی؟ بله یعنی حدیث میفرمایند که پیامبر میفرمایند ای علی تو سید دنیا و آخرت هستی. تو دوست من است و دشمن تو دشمن من و دشمن خدا. هر کس بغض به تو داشته باشد من بغض دارد، هر کس من بغض دارد به خدا بغض دارد. و در جای دیگر در کتاب توضیح الافکار لمعانی و تنفیذ الافکار المکتبه سلفیه آقای سنعانی ایشون میفرمایند ناصبی کسی که علی بغض داشته باشد و نسب بغض علی علیه السلام و تبذیم غیره علا که خب یعنی شما چه برداشت کردید از این دو روایت؟ از این دو روایت چه برداشت کردید آقا محمد بزرگوار؟ از این دو روایت که روایت خیلی زیاده. یک روایتی که من براتون بخونم بعد بهتون میگم که من بهتون بگم در در کتاب مستدرک علی سیدین حاکم نیشابوری در صفحه 140 جلد 3 ایشون فرمایند مذهب به علیت فقط سبنی و مذهبی فقط سب الله. بعد جناب آقای چند تا در کتاب صحیح مسلم صفحه 120 جلد 1 حدیث 131 پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الا ان لا یحب الا مؤمن و لا یبغض الا منافق. در کتاب مستدرک علی سیدین حاکم نیشابوری ایشون از صفحه 142 جلد 3 عن ابی هریره رضی الله عنه نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى علی النقاط والحسن والحسین فقال اگر حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم. آنها حدیث صحیح. تا اینجاش درست؟ بفرمایید تموم شد. حالا تا اینجاش درست. حالا ادامه بدم. در کتاب منهاج السنه جناب آقای ابن تیمیه صفحه 137 جلد 7 من این روایت رو خونم خودتون برداشت کنید. ایشون می‌فرمایند فإن کثیرا من الصحابه و التابعین یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه صالح. ایشون می‌فرماید تعداد زیادی از صحابه هم با علی علیه السلام بغض داشتند و هم از دلیل رد می‌کردند خواهش قتال می‌کردند. حالا به نظر شما این همه صحابه که در اینجا حکم سرد کردن و جنگیدن و اینا رو دارن این حدیث‌های صحیحی که من خوندم من همه این روایت‌هایی که خوندید همه این حرفایی که زدید همه این روایت‌هایی که خوندید من از شما یک سوال دارم در جواب همه اینها. کدام یک از صحابه یا تابعین یا از بزرگان اسلام الی یومنا هذا تا امروز سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به خاطر اینکه صحابی بوده، به خاطر اینکه اهل بیت بوده، به خاطر اینکه مؤمن و مسلمان بوده بهش بغض داشتن؟ یکیشو میتونید ذکر بکنید؟
اینجا آخه جناب آقای ابن میگه کثیر، میگه تعداد خیلی زیادی است. درست، حرف شما درست. همینو منم سوال منو جواب بدید برادر عزیز. در جواب سوال شما و شبهه‌ای که مطرح کردید نهفته است. هیچ کدام از صحابه و تابعین، حتی معاویه رضی الله تعالی عنه که با علی جنگید، خونها ریخته شد، بغض شخص علی رو به خاطر اینکه علی صحابه است، تابعی است، مؤمن است، مسلمان است نداشتن. مشکل اینها، بغض اینها با آرای علی بود، با رفتار علی بود، با اجتهاد علی بود. به خاطر همین وقتی که در مجلس معاویه اومدن یکی از به اصطلاح پادشاهان روم پیام فرستاد که شنیدم که تو با پسرعموت درگیر هستی، میخوای که لشکری برای کمک بفرستم. معاویه در جوابش چی گفت؟ گفت که اگر سر جای خودت آرام نشینی، لشکری را آماده میکنم، به سوی تو میفرستم تا سرت را قطع بکنن و هدیه برای علی ابن ابی طالب بفرستم. جنگ های صحابه برای بغض و عداوت و کینه و درگیری در بین اینها بر سر دین و بر سر علی و شخص علی و ایمان علی و اهل بیت بودن علی و صحابه بودن علی نبود. قضیه دنیا بود، قضیه ملک بود. بغض و سب و هر برخوردی که با هم دیگه داشتن به خاطر مسائل خلافت و اجتهاداتی بود که کردن. همین مسئله رو سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در یک روایتی بیان میکنن. من خدمت شما الان شما میخواید از این روایت ها و از این حدیثی که آوردید این برداشت بکنید که حضرت علی رو بهش بغض داشتن، پس اینا بغض پیامبر داشتن، بغض الله رو داشتن، پس کافر شدن، پس منافق شدن. از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایتی است که ایشون در مورد کسانی که باهاش جنگیدن، کسانی که باهاش مخالفت کردن، من این روایت را از اولش خدمت شما بیارم. مستدرک الوسائل از میرزا حسین نوری طبرسی در اینجا میگه در مورد قضیه کسانی که با علی جنگیدن در جمل پرسیده شد که امشرکون هم، آیا مشرک بودن؟ قال لا، علی گفت نه مشرک نبودن، بل من الشرک فروا، از شرک فرار کردن. یعنی چی؟ یعنی مؤمن بودن. قیل فمنافقون، پس منافق بودن حتما. قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین الله رو یاد نمیکنن مگر اندک. قیل فما هم، پس اینا کیا بودن؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن، ما بر آنها پیروز شدیم. برادر با برادر که درگیری میشه، خب یه سر دنیاست یا سر مشکلات اجتهادات فردی است. هیچ وقت برادری با برادر درگیر نمیشه که اصل و نسب و دین و ایمان اون رو انکار بکنه. پس اینجا یا حضرت علی راست گفته یا دروغ گفته. اگر راست گفته پس همه شبهاتی که شما مطرح میکنید باطل است. اگر دروغ گفته، این شما و این سیدنا علی و اینم کتاب مستدرک الوسائل. روایت های دیگری هم دارم در این مورد، اگر خواستید میتونم براتون نشون بدم. بله. جناب آقای انصاری عزیز، جانم، حالا که اینو گفتید من باز جوابتون رو از یک حدیث دیگه براتون میخونم که تمام این حرفها همه مشخص میشه که چی بوده، که بغض و اینا چی بوده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خب در کتاب تاریخ بغداد، آقای محترم، تاریخ بغداد کتاب حدیث نیست. تاریخ بغداد کتاب حدیث نیست. از کتاب حدیث روایت بیار. تاریخ بغداد کتاب تاریخه. حدیث میاری از تاریخ بغداد؟ کدوم منطق این برادر؟ ثانیا جواب سوال من رو ندید. علی وقتی که در مورد مخالفینش، آقا محمد، وقتی علی در مورد مخالفینش که باش جنگیدن میگه اخواننا بغوا علینا، علی راست گفته یا دروغ گفته؟ خب من همین جواب حرفتون رو میخوام بدم دیگه. آقای محترم، کتاب حدیث، از کتاب حدیث بیار. بخاری، مسلم، ابی داوود، ترمذی، نسائی. تاریخ بغداد کتاب حدیث نیست. خب کدوم احمقی به شما گفته که تاریخ بغداد کتاب حدیث است؟ خب تاریخ ابن عساکر خوبه؟ بابا جان تاریخ نه، کتاب حدیث. تاریخ ابن عساکر هم اینم کتاب تاریخ است، کتاب حدیث نیست. ابن اثر جزری خوبه؟ بابا جان این کتاب تاریخ است. کتاب تاریخ است. کتاب تاریخ. شما از کتاب حدیث بیار. ببین قزوینی وقتی که به شما دروغ میگه
میگه که در کتاب تاریخ بغداد روایت صحیحی داریم که فلان مطلب را گفته است. خب بابا جان، عقل و شعور انسان باید داشته باشه. طرف داره میگه کتاب تاریخ، در کتاب تاریخ اخضر و یابس هست، یعنی هر تر و خشکی در اونجا پیدا میشه، راست، دروغ، تهمت، هر چی که جمع کردن در کتاب‌های تاریخ، هر چی که شنیدن جمع کردن از مردم. و من بارها گفتم شما در مورد همین تاریخ معاصر ایران یک کتاب تاریخ به من نشون بده که وقایع صدر انقلاب ایران رو به طور واضح و آشکار بیان کرده باشه. اصلا به من بگو همین مرتضی مطهری رو کی کشت؟ عده میگن مجاهدین خلق کش، عده میگن که خمینی و دار و دستش کش به خاطر اینکه یک شیعه روشن فکر بود، یک عده میگن حجتی‌ها کشتن، یه عده میگن فدایین اسلام کشتن. فرق میکنه در این روایت، حالا کدومش رو باور کنیم ما؟ از کتاب حدیث اگر روایتی دارید بفرمایید، و الا جواب سوال من رو بدید که علی وقتی گفت که اینها برادران ما بودن که با ما جنگیدن، علی راست گفته یا دروغ گفته؟ شما اصلا حرف رو آقای انصاری بردین به جای دیگه. من دارم از کتاب ابن تیمیه، خب این اصلا جواب ندادی شما. جناب آقای تیمیه جواب دادم، گفتم آنچه که در این کتاب ها، در این روایت ها اومده است صحیح هست، قبولش داریم. اما آیا صحابه و تابعین با حضرت علی به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب داماد رسول الله، مؤمن، مسلمان، اهل بیت، صحابه، به خاطر اسلامش و دینش باش بغض و عداوت داشتن، یا به خاطر اجتهاداتش، آرای مخالفش؟ چون علی رضی الله تعالی عنه در آرایش، در جنگش، در خیلی از اجتهاداتی کرد، اشتباه کرد. بابا جان اشتباه کرد. یکی از اشتباهات بزرگش همین بود که قاتلین عثمان رو محاکمه نکرد. همون قاتلین عثمان اومدن در مسجد کوفه خودشو کشتن. قبل از اینکه خودشو بکشن مجبور شد که از همون قاتلین عثمان 4500 نفر رو در نهروان سر ببره. خب اشتباه کرد. ابوبکر اشتباه میکنه، عمر اشتباه میکنه، علی اشتباه میکنه، عثمان اشتباه میکنه. ما قائل به عصمت نیستیم. صحابه اشتباه کردن، حضرت علی هم اشتباه کرد. اشتباهاتش رو نپسندیدن، به اشتباهاتش بغض داشتن، به آراء خلاف نظر اینها که داشت و فکر میکردن که اینها دارن درست میگن، علی داره اشتباه میکنه، بغض داشتن. یک روایت بیار که یک صحابه و تابعی گفته باشه من علی ابن ابی طالب رو به خاطر اینکه اسلام رو نصرت کرده، به خاطر اینکه صحابی است، به خاطر اینکه اهل بیت است، به خاطر اینکه مسلمان است، به خاطر اینکه مؤمن است، بهش بغض داره. بیار یک روایت. من جواب شما رو میدم، شما تو حال هوای دیگری هستید برادر عزیز. به خاطر همین از مستدرک الوسائل روایت خودتون رو آوردم که حضرت علی درباره مخالفینش میگه که محمد آقا، حضرت علی در مورد مخالفینش میگه که اونها مؤمن هستن، منافق نیستن، مشرک نیستن و برادران علی هستن. آیا برادر علی وقتی میگه اخواننا بغوا علینا، به خاطر اینکه اینها مؤمن بودن، مسلمان بودن و الله میگه که انما المؤمنون اخوه، نگفته که انما المؤمنون والمشرکون والکفار اخوه؟ پس علی در اینجا یا راست گفته یا دروغ گفته؟ جواب من رو بدید. محمد جان من منتظرم که جواب من رو بدید. آقا محمد منتظرم. آقا محمد گرامی شما رو خط هستید، جواب من رو بدید. آقا محمد رو خط هستید، من قطعتون نمی کنم، امیدوارم که بیایید صحبت بکنید. من روایت دیگری رو از کتاب قرب الاسناد خدمتون نشون بدم. یکی از کتب معتبر شیعیان هست. در این کتاب، در اینجا، جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام، امام جعفر صادق از پدرش محمد باقر روایت میکنه که علی علیه السلام کان یقول لاهل حربه، با کسانی که باش جنگیدن میگفت انا لم نقاتلهم علی التکفیر لهم، ما با اینها نمی جنگیم به خاطر اینکه اونها رو تکفیر میکنیم، ولم نقاتلوهم علی التکفیر لنا، و اونها ما رو تکفیر نمی کنن، ولکن راینا ان علی حق، ما میبینیم که ما بر حق هستیم، و رأوا انهم علی حق، و اونها میبینن که اونها بر حق هستن. پس جنگ علی، بغض علی و مخالفت با علی بر سر این بوده که اینا میگفتن ما بر حقیم، علی میگفت که ما بر حقیم. پس قضیه دشمنی با شخص علی نبوده. روایت دیگری هم در همین کتاب خدمتتون نشون بدم.
جعفر باز دوباره از پدرش روایت میکنه که ان علی علیه السلام لم یکن یسب احد من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. علی لم یکن ینسب احد من اهل حربه. حضرت علی به اصطلاح کسانی که باش جنگیدن اونها رو نه میگفت مشرک هستن نه منافق هستن، بلکه میگفت هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علی ما بغاوت کردن. و الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ انما المؤمنون. خب پس علی اعتقاد داشت که معاویه و دار دستش و همچنین ام المؤمنین عایشه صدیقه و کسانی که در معرکه جمل بودن همه اینا مؤمن بودن، به خاطر همین میگه اخواننا بغوا علینا. آقا محمد، من امیدوار بودم که شما میموندید رو خط و جواب سوال من رو میدادید. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا سیامک گرامی از بوکان، بفرمایید. آقا سیامک بفرمایید. خب صدای ایشون هم قطع شد. من بیننده بعدی رو بگیرم. سلام علیکم، بفرمایید. بله آقا محمد، شما دوباره رو خط اومدید، بفرمایید. آقا محمد بفرمایید. خب من دوستان اشاره میکنم مشکلی در تماس ها هست. به هر صورت من مطلبی رو اینجا خدمت شما عزیزان میخوام بیان بکنم در مورد قضیه افک، که اینها فکر کنم مطلبی رو که بیان میکنن که حضرت علی حضرت علی اعتقاد داشته به قضیه افک. این مطلب تلبیس و دروغی است که اینها به کتاب صحیح بخاری نسبت میدن و واقعیت این چنین نیست. در هیچ جای صحیح بخاری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ام المؤمنین عایشه صدیقه رو متهم نمیکنه در قضیه افک. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای شما خوب است؟ سلامت باشید، بفرمایید. صدایت ساعتی برنامه را توانستیم ببینیم، دیگه تاثیرات اینجا روش نمیتونه ببینیم. بله متاسفانه پارازیت شدید از طرف ایران داره پخش میشه. دعا بکنید که انشالله الله سبحانه و تعالی کمک بکنه که دوباره بتونیم برگردیم. انشالله. الان توی برنامه رفته هست اونجا؟ برنامه بله برنامه هست الحمدلله. توی هاتبی هست یا؟ شما طریق فیسبوک میتونید ببینید، اما در هاتبرد فعلا قطع است. انشالله. خدا زنده باشید. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. جناب آقای انصاری، خطش آقا محمد قطع شد. دوستان در کنترل اشاره کردن که شما رو خط یک هستید. من بدون نوبت وصلتون کردم. جواب سوال من رو انشالله که آماده کردید. بله جناب پیامبر سلام علیه فرمودن سمیعت رسول الله امرنا بقتال ثلاثا. آقا محمد ببینید قدم به قدم بریم جلو. جواب من رو بدید، انشالله بعد موضوع بعدی رو صحبت بکنید. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مخالفینی که با او جنگیدن رو بهشون میگه که منافق هم نیستن، مشرک هم نیستن، بلکه مؤمن هستن، برادران ما هستن. حضرت علی در این حرفش راست گفته یا دروغ گفته؟ من تصویر رو ندارم، ولی الان من بهتون میگم حضرت علی در نمازشون معاویه رو لعنت. آقا محمد این در کتابای شماست. این دروغایی که شما میگید ما بهش اعتقاد نداریم. الان جواب من رو بده. من از کتابهای شما آقا محمد جواب من رو ندی، این بحث و گفتگوی من و شما به نتیجه نمیرسه. آقا محمد جواب من بله یا خیر.
من از کتاب‌های شما روایت‌هایی رو آوردم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگفت که مخالفین ما فکر می‌کردن که اونا بر حقن، ما فکر می‌کردیم که ما بر حقیم، اما آنها برادران ما بودن که با ما جنگیدن، نه منافق بودن، نه مشرک بودن، نه کافر بودن، بلکه مؤمن بودن. حضرت علی راست گفته یا دروغ گفته؟ اجازه بده. اولا این حدیثی که گفت حضرت علی راست گفته یا دروغ گفته؟ حضرت علی راست گفته یا دروغ گفته در اینجا؟ اجازه بده. پیامبر فرمودن الیوم الحق و الحق من علی. پس حضرت علی دروغ گفته. پس حضرت علی دروغ گفته. من تصویر رو ندارم. آقای محترم، تصویر رو ندارید مشکل شماست. تصویر رو ندارید مشکل شماست. مشکل من نیست. برید از طریق فیسبوک نگاه بکنید. برید از طریق نایساد نگاه بکنید. آقا محمد تشکر میکنم از شما. آقا محمد تشکر میکنم. من تماس شما را قطع میکنم چون که شما میگید من تصویر ندارم. بابا جان این که نشد منطق. وقتی با کسی صحبت میکنید همه چیز رو شما این همه به اصطلاح تجربه دارید، فهم و دانش دارید که میرید از تاریخ بغداد حدیث در میارید برای ما یا از تاریخ ابن اسیر میرید حدیث در میارید برای ما، بعد انقدر عقل و شعور و منطق داشته باشید که یک برنامه مکتبت اهل بیت که کتابای خودتون توش فراوان یافت میشه رو نصب بکنید و هر روایتی رو که من ذکر کردم برید اونجا سرچ بکنید. من جواب شما رو دادم اما متاسفانه شما داشتید از جواب فرار میکردید. پیامبر گفته که علی الحق مع علی و علی مع الحق. خب آمنا سلمنا، قبول است. ما هم بر این اعتقاد هستیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در جنگ هایی که صورت گرفت، چه جمل چه صفین، حق با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود. اما آیا مخالفینش باطل بودن، مشرک بودن، منافق بودن؟ جواب شما را علی میده، میگه نه، مؤمن بودن، منافق نبودن، مشرک نبودن، اجتهاد کردن و کسی که اجتهاد بکنه اگر اجتهادش اشتباه باشه 1 ثواب میبره، اگر اجتهادش صحیح باشه 2 ثواب میبره. مادامی که مجتهد بودن و حضرت علی حق اجتهاد رو به میگه که ما خودمان را بر حق میدانستیم و آنها هم خودشان را بر حق میدانستن. و خیلی از حرفایی رو که مخالفین علی مطرح کردن به حقیقت پیوست. علی معصوم نبود. علی در ایمانش به خدا، علی در تقوا و پرهیزگاریش حق با علی بود، اما به عنوان یک انسان در خیلی از مسائل اشتباه کرد. رأیش، اجتهادش اشتباه بود. این یک واقعیت است. همان گونه که ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین اشتباهاتی دارن در زندگیشون که ما به خاطر اشتباهاتشون به اونها طعن و لعن و نفرین وارد نمی کنیم، بلکه میگیم انسان بودن، معصوم بودن، اشتباه کردن. اما چون شماها برای خودتون اومدید دروغی رو به نام عصمت بعد از 266 سال بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغی به اسم عصمت رو به اهل بیت پیامبر نسبت دادید، اونم به یک کانال 12 نفری، موندید که چی کار بکنید. از یک طرف علی میگه اخواننا بغوا علینا، از یک طرف این روایات رو میخواید بیارید تن وارد بکنید به مخالفین علی. موندید در اینجا، به خاطر همین از جواب فرار میکنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز بزرگوار، اهلا و سهلا، بفرمایید برادر عزیز. خوب هستی؟ الحمدلله. سلامت باشید، الله متعال حفظ کنه شما رو. علی محمد هستم. علی محمد برادر عزیز، بفرمایید. خوب هستی؟ خیلی وقت شد با شما در تماس نبودم. سلامت باشید برادر عزیز. و همین رو گفتنی هستم که لعنت الله و ملائکه و تمام جن و انس بر اون شخصی بود که بر ام المؤمنین حضرت عایشه چنین تهمت رو اول بستن و اعتقاد این من تهمت رو دارن. من پیشتر استاد با یک خبیث روفیزی روبرو شدم، صحبت از برای همین چرا و آهسته آهسته برخورد مردم در اون جمعیت کشیده بودن نقل میکرد که همیشه به اجازت خداوند در سوره احزاب امهات المؤمنین را اجازت نداده بود که از خانه برایند برآمدن این خیل اون خیل. بعد خلاص من از سوره نور و از سوره‌ای که الحمدلله شبکه رساله رو میبینم با آنها این گونه سوره را چی کردم که
حضرت عایشه رضی الله عنها پاک است، پاکی رو الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است. و آن شخص خیست گفت که تا به مثل وهابیا شبکه انصاری رو بسیار تماشا میکنی، برای همین این گونه شبهات را در دل این مردم جا میکنی خیلی خیلی، و مردم هم اعتقاد به اون شخص رو دارن. واقعا استاد تا درجه مکار هستن آنها که در دل و وجود انسان ها تاثیر میگذارن و مثل شیطان وسواس میکنن و آن جمعیت خیلی بسیار از آنها تاثیر گذاشت آیات های قرآن. من از علی محمد برادر عزیز متاسفانه تماس شما قطع شد. بله بینندگان عزیز گرامی، به دلیل پخش پارازیت بر روی فرکانس شبکه جانی وصال حق در هاتبرد موقتا پخش شبکه در هاتبرد قطع هست و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی کمک بکنه که دوستان بتونن دوباره شبکه رو برگردونن و این نشان دهنده درماندگی و بیچارگی آخوندهای قم و تهران هست که در مقابل حق و حقیقت نمیتونن مقاومت بکنن و دست میزنن به اعمال زبونانه‌ای که واقعا نشان دهنده افلاس و بدبختی این جماعت است. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. آقا انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. بخشید برادر عزیز دوباره مزاحمتون شدم. بفرمایید. من احمد هستم از امریکا مزاحمتون شما. بفرمایید احمد جان، بفرمایید. میخواست راجع به این کلیپاتون بگم که دروغگو دیگه درسته نمیشه از اینا دیگه توقف کرد. درست. و لحظات پیش امروز بود به فکرم ایمیل فرستادم عکس مسجد شیعیان رافضی در نیویورک. درست. بله ایمیل شما رو من دریافت کردم. ایمیل شما رو دریافت کردم. انشالله در برنامه هفته آینده پخش خواهم کرد. انشالله. و من خودم تاجیک هستم. البته در سن خردسالی به امریکا هجرت کردم با پدر و مادر. ببخشید که خورده منقدر خوب نیست. خواهش میکنم بفرمایید. اما میخواستم بگم که الان که من در نیویورک زندگی میکنم و رفتار خلق عام اینجا رو میبینم، من اون کاری ندارم با حکومت امریکا و سیاستمداران. خلق عام، یهودی، نصرانی، یعنی رفتار اینها را نسبت مسلمانان و مسلمین میبینم. به تعجب میفتم که رافضی‌ها که دم از وحدت مسلمین و بین سنی ها و شیعه ها دم میزنن، مثل اینها رفت و آمدی برادرانه بین خود ندارن. من در اینجا میتونم نمازم رو در سرزمین کفار به یگان مشکلی برم در مسجد 5 وقت نمازم رو بخونم، حالا که در تهران اون دونه مسجد نیست. درست. فقط همین. تشکر از شما احمد جان. الله سبحانه و تعالی حفظتان بکنه. انشالله در هفته آینده من تصاویری که فرستادید پخش میکنم. انشالله. زنده باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز، آقای انصاری ابو اسما هستم. بفرمایید ابو اسما برادر عزیز. خوبی قربان؟
سلامت باشید. تشکر از شما. ممنون. آقای انصاری اینا که از نطفه نجس آمدن، این 3-4 نفر مثل این شریفی بی شرف در تمام تلویزیون های توحید هر روز این سوال میکنه، جوابش میدم، قانع نمیشه، بی شرف هست، راهش ندیم. این 3 نفر فقط آقای شریفی بی شرف، شما از سعید توسی بپرس قرآن خانتون، از خامنه ایتون خواهش میکنم آقای انصاری خودت تو عربی بلد هستی، ببینی آنها چه مراجعی دارن. این همین آقای سیستانی شکمش اسهال شد، فرار کرد رفت به هواپیما برای لندن، برای ما بیا قبور زیارت کنین. ولی اگر اینا آقای انصاری خواهش میکنم 3 کلمه بنویس، آیا آقای سیستانی بچه سیغه هست یا نه، ببین چی درست میاد. اینه نشون بده برای برادرای شیعه، ببینن چطور با قرعه کشی پدر براش درست کرده. مادرش چیز میکرد، سیغه میکرد برای خدا، یعنی ثواب بگیرد از خدا، هر روز سیغه میکرد. نمیدونن چه پدری داشتن با قرعه کشی پدر براش درست کردن. اینا راهشون ندی. خدا حافظ. خدا حافظ شما. تشکر برادر عزیز. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون. آقای انصاری، اون بیننده که گفتین روایت عربی رو بخون، عربیش الان جلوی من براتون میخونم. مسلما فی شأنها رو اگر فت بزنید روایت رو میاره، در صحیح بخاری هستش و کاملش رو اگه بخواید من براتون میخونم که خودتون رو میتونید شما معرفی بکنید از کجا زنگ میزنید؟ بنده هیدری هستم، از ایران مقاومتتون میشم. روایت من براتون میکنم جلو استاد انصاری. اسمتون آقای؟ هیدری هستم. حمید هیدری از ایران. اسم کوچیک. حمید هیدری از ایران. آقای حمید هیدری. بله. میگه ان زهری قال لی ولید ابن عبدالملک، میگه ابلغ که ان علی کان فی من قذف عایشه قلت لا ولكن قد اخبرني رجلان من قومك. یه 2 نفر از قومت علی به من این خبر رو دادن، ابو سلمة ابن عبدالرحمن و ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن حارث. میگه این 2 نفر که 2 نفرشون هم تابعی هستن، میگه ان عایشه رضی الله عنها قالت لهما کان علی علیه السلام مسلما فی شأنها فرجعوه فلم یرجع و قال مسلما بلا شک فیه. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1522. خب مسلما فی شأن یعنی چی؟ یعنی تسلیم بود دیگه، تسلیم بود. من اینجا ترجمه آقای احراری به فارسی ترجمه کرده جلوم هست، اگر بخواین از روی براتون میخونم. آقای محترم، ما به ترجمه کار نداریم. ما الان کلمه مسلما، الان مثلا اگر بود مصدقاً فی شأنها یعنی تصدیق کرده آنچه که در شأن عایشه رضی الله تعالی عنها گفته شده بود، حالا میشد گفت یه چیزی. مسلما در عربی چه معنی؟ مسلما داریم یعنی نمی‌کرد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلما فی شأنها یعنی این چیکار کرد؟ ساکت بود، یعنی حرفی نزد، نه خوب نه بد، نگفت که عایشه علیاذ بالله زنا کرده و نگفت که بری است، ساکت شد. این شرح صحیح بخاری، شرح صحیح بخاری، همه شروح صحیح بخاری این مطلب رو اینگونه بیان کردن، الا یک عده‌ای که قلب‌هایشون مریض هست. به طور مثال الان من خدمتتون نشون بدم، احمد جان نشون بده عمدة القاری شرح صحیح البخاری. در اینجا میگه که این همون روایتی که در اینجا بیان شده. قال علی ام المؤمنین قال علی بلفظ مسلما لا بلفظ مسیئا. خود عایشه اینو شرح کرده که علی به لفظی این مطلب رو بیان کرد در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه، به لفظی که به اصطلاح نه توهین است و نه براءت است، مانند بقیه صحابه که اومدن اعلان براءت کردن.
متوجه شدید؟ مثلا در شرح دیگری هم اینجا خدمتتون نشون بدم. خدمتتون شما تو همون خود صحیح بخاری اگر پاورقی رو بخونین، مثلا از ابن حجر هستش که اگه اشتباه نکنم میگه اتفاقا این همون مطیعین هست و میگه آقای محترم اینم فتح الباری، اینم از ابن حجر میگه مسلما به کسر لام المشدده فی نسخه مسلما به فتحها و فی اخرى مسیئا فالاولى من التسلیم یعنی تسلیم الامر بمعنی السکوت والثانية من السلامة في الخوض فيه والثالثة من الإساءة بمعنى ترك التحزن لها فهو مثل قوله والنساء سواها كثير. تهمت نبندید به ابن حجر، من همه شروح اینجا جلوی من باز هست. الان یعنی ابن حجر و بقیه شارحین بخاری هیچ کدومشون همین برداشت رو نکردن الا قلوب مریض شماها اومدید این کارو کردید، این برداشت رو کردید. حالا اجازه من جواب آقای انصاری. اولا شما همون خود بله ممنون منتشر. اولا که خود همون پاورقی رو اگر خود حدیث رو بیارید، پاورقی رو خود همون پاورقی دارن میگه که ام المؤمنین عایشه گفتن که خدا حضرت علی علیه السلام رو ببخشه که این گناه رو مرتکب شد و این گناه رو کرد. راست میگه، خب راست میگه، درست میگه. این گناه نه، در مورد این گناه نمیگه، در مورد حدیث دیگری است که وقتی اومدن گفتن که رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه مشوره کرد در مورد قضیه اف، گفت منافقین همچین تهمتی زدن. اسامه چی گفت؟ گفت یا رسول الله ما غیر از خیر چیز دیگری از همسران تو از عایشه ندیدیم. وقتی که با علی مشوره کرد، حضرت علی نه به عایشه تهمت زد و نه عایشه رو براءتش رو اعلان کرد، بلکه گفت یا رسول الله النساء، یا لفظ ترجمه حدیث این است که زنهای دیگری فراوان وجود داره، برو با یک زن دیگه ازدواج بکن. پس اونو نیارید، اون چیزی که حضرت عایشه در مورد اون روایت گفته نیارید به اینجا به خاطر اون مرضهایی که در قلبهایتان هست بیارید در اینجا بچسبونید. من این شبهات شما رو، این دروغ‌هایی که میگید، من اینا رو همه‌شو فتوفونش رو بلدم آقای حمید. فرمایید. شما که ماشاءالله اینقدر هر باز من اومدم صحبت کنم، شما فرید این صحبت حرفتون زدید. اولا گفتیم که ما چیز قبلی هستش، اولا شما اون ترجمه رو که اصلا نگفتید. اولا که ترجمه رو نگفتید، ترجمه آقای احراری چای بابا جان، قضیه ترجمه آقای احراری فی 60 داهیه. من به ترجمه آقای احراری کار ندارم، من دارم از زبان عربی از شرح بخاری باهات صحبت میکنم. آقای محترم شما کمی بفهم، عقل و شعور داشته باش امید جان. اگر که میخوای که اینور اونور از این شاخه به اون شاخه بپری، قضیه چیز دیگه است. الان در اینجا سوال من از شما این است که حضرت علی طبق برداشت قلب‌های مریض شما رافضی‌ها، یعنی میگید که حضرت علی اعتقاد داشت که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متهم هست به زنا؟ نه، ما داریم میگیم که بخاری تو این حرف رو متاسفانه شما غلط میکنید که به بخاری تهمت میزنید. آقای محترم شما غلط میکنید که به بخاری تهمت میزنید. بخاری خودش، بابا جان، ابن حجر در اینجا چی میگه؟ من برای تو مسلما به کسر اللام المشدده و مسلما به فتحها فی اخرى مسیئا فاولا من التسلیم، یعنی التسلیم للامر، یعنی حضرت علی تسلیم به این امر شد، به این معنی که نه خوبشو گفت نه بدشو گفت، ساکت نشست، به معنی از سکوت. من اینو ابن حجر میگه، من نمیگم، شرح بخاری است. و ثانیه من السلام فی الخوض فیه، یعنی اگر مسلما بخوانیم به معنی این که تسلیم شده، مسلما بخوانیم یعنی من السلام فی الخوض. حضرت علی سکوت کرده، چیزی نگفته. و اگر به معنی اساءت بخوایم برداشت بکنیم، به معنی ترک تحزن لها، بعد یعنی که به حضرت علی چی گفته؟ حضرت علی چی گفت؟ یا رسول الله النساء سواها کثیر، زنهای زیادی است، برو یه زن دیگه بگیر. و حضرت عایشه به خاطر همین برخورد علی نسبت به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه حرفی تو دلش بود که چرا علی در اونجا مثل اسامه و بقیه صحابه برخورد نکرد، بلکه علی سکوت کرد. چون نه علی
و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب نداشتن. هیچ آقا حمید اجازه میدم یک نفر از شارحین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از علما یا از مفسرین یا از ائمه مذاهب اربعه یا یک سنی عادی که همین حدیث رو ازش این برداشت کرده باشه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا میزد. جواب این سوال من رو بده، بعد از اون من ان شاءالله میریم رو مطلب بعدی، هر چی دوست داشتی بگو. بله من کماکان دارم میگم ابن حجر داره میگه بابا جان جانور بی گوش و بی دم، من ابن حجر رو دارم برات میخونم، 2 بار خوندم آقای محترم. حمید جان 2 بار ابن حجر رو دارم برات میخونم. در کجای ابن حجر الان داری دروغ میگی؟ آقای حمید بخون. من جلوم کتاب بخون. صفحه 250 کتاب مغازی، اجازه بدین خب کتاب مغازی باب 34 حدیث 41 42 تا 46 صفحه 250 که الان جلوی منه. هو اقوی من حیث نقل روایت، میگه این از حیث نقل روایت این قوی تره. بعدش که جناب ام المؤمنین عایشه میگن حضرت علی رو خدا ببخشه، شما میگی مال حدیث قبل، آقای سجودی میگه مال این حدیثه. آقای محترم من با آقای سجودی و احراری و غیره کار ندارم، تو داری با من صحبت میکنی. گفتی که ابن حجر میگه که حضرت علی اعتقاد داشته که ام المؤمنین عایشه صدیقه زنا کرده، گفتی در ابن حجر آورده در فتح الباری، نشون بده به من در کجا گفته. نه من گفتم این لفظی که من گفتم تو میگی تو ابن حجر نیست، هست یه قول کجا گفته؟ در کجا گفته؟ بخون. صفحه حالا صفحه جلوی من هست. حدیث 41 42 بسم الله در کجا گفته؟ آقا همین شما اصلا سرچ کن، اصلا نیاز نیست. بابا جان تو صفحه نشون بدی، تو صفحه مانیتور. این آقا داره دروغ میگه، ابن حجر دروغ میبندی. من جلوم دیگه کتاب ظاهر میخونم، شما همین رو بگید. این 41 42 حدیث 41 42 بله. و فی هبت قلت بل هو اقوی من حیث نقل الروایه. همین شما سرچ کن، اگر اون جلوتم نیست یا هر چیز سرچ کن. همینجا روایت در کجای این گفته؟ قلت بل هو اقوی من حیث نقل الروایه. بابا جان مگه تو از شرح بخاری مگه نمیخوای که اینو مطلب رو بیان بکنی؟ کتاب ابن حجر رو دارم میخونم، شما همین رو بیان نشون بده. شما میگه اون لفظ تو ابن حجر نیست، من هست و منم براتون خوندم در اون مطلبی هم که توضیح نمیدی. ام المؤمنین عایشه در پاورقه همین مطلب میگه و جناب سجودی هم در پاورقه همین داره میگه. آقای محترم برادر عزیز در شرح میاد مجموع قضیه رو بیان میکنه، تعلیق ام المؤمنین عایشه صدیقه در مورد چه در مورد این حدیث باشه چه در مورد اون حدیث باشه. ام المؤمنین عایشه صدیقه چی گفته؟ چی گفته؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه چی گفته؟ نه اجازه بدین خواهش کنم. من هم ابن حجر رو بخونم، شما برین روی تصویر نشون بدین. من از اول میگه قلت و یقوی روایت عبدالرزاق ما في رواية ابن الحزبي مذكورة باللفظ أسرع في شأن الله يفتح. انت همین رو شما بیارید بخونه دیگه منظور جناب ترجمه کن چی میگه. بیارید روی تصویر چشم من براتون ترجمه کن. من اینجا نشون دادم خدمت بیننده، ترجمه کن. شما بیاید لطفا من آقای محترم ترجمه کن زودتر، وقت برنامه رو نگید، ترجمه بکن. بسم الله. بله دریاشون که گفتن میگه که از نظر ام المؤمنین عایشه دارید شما رو ببخشه ترجمه تحت لفظتون ساده. شما همین رو فرمایید. چی گفت؟ در اینجا گفت که علی متهم کرده ایشون رو به زنا؟ داره میگه به من حضرت علی این توهین رو کرده، خدا ببخشید. چه توهینی کرده؟ چه توهین کرده؟ یعنی سکوت کرده. حضرت علی در این قضیه سکوت کرده. آقای محترم از این شاخه به اون شاخه نپر. الان شما در مورد حدیث 41 42 صحبت کردی. در زیر این حدیث روایت هایی که اومده بود، در شرحی که اومده بود من براتون خوندم. در این چیزی هم که داری تو میگی آقای محترم
یا ترجمه کن یا من ترجمه کنم. ترجمه کردید. بیشتر از این چی می‌خواید؟ اصلا میگه قوی این هست که عایشه گفت حضرت علی در این مورد به من توهین کرد و خدا توهین کرد یعنی چی؟ توهین کرد یعنی چی؟ توهین کرد یعنی چی؟ یعنی سکوت کرد. اگر به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت علی تهمت میزد، باید که اونجا شلاق میخورد. حضرت علی رو کسی شلاق نزده. پس غیر از قلب‌های مریض شماها کسی دیگری همچین برداشتی نکرده. اگر خداوند در قرآن در آیات سوره نور بیان میکنه که کسانی که در مورد به زنان پاک دامن تهمت میزنن باید 4 شاهد بیارن، اگر 4 شاهد نیارن باید شلاق بزنن. بر اساس این برداشت قلب‌های مریض شما، حضرت علی این حکم خدا رو نمیدونست که به یک زن پاک دامن تهمت زد. ام المؤمنین عایشه دروغ گفته، تهمت داده به حضرت علی. غلط کردی تو و همه آخوندات. حضرت عایشه، من بارها بهت گفتم توهین نکن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از این برخورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ناراحت بود و این رو توهین به خودش قلمداد کرد. هر زن پاک دامنی که باشه همینطوری احساس میکنه. حتی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه آیات پاکی ایشون نازل شد، در روایت های صحیح ما داریم، بعد از اینکه آیات پاکیشون نازل شد، مادرش و پدرش گفتن که برو پیش رسول الله. گفت نه، من نمیرم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش بیاد پیش من. این نشان دهنده عزت نفس ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. آقای انصاری یک طرفه صحبت می‌خواید بکنید که اصلا قطع کنید و بینندگان خدا کنید، ولی شما این رو ببینید. اولا که ام المؤمنین عایشه اینجا نگفت سکوت، میگه اینجا به من توهین کرد. توهینم از سکوت بر نمیاد که توهین باشه. چرا شلاق نزد؟ اشکال نداره. شما اگر روایت نگفت که به من تهمت زد. بابا جان شما الان آقای محترم آقا حمید از یک شاخه به اون شاخه نپر. از این من الان کسی به من بیاد بگه که مادر آقا حمید زنا کرده، اگر امکلاسی تو دوست تو سکوت بکنه در این مورد، آیا این توهین به شما محسوب میشه یا نمیشه؟ حالا اجازه میدید من جواب توهین میشه. آقا حمید مادرت کسی گفت که مادر حمید حیدری از ایران مادرش زنا کرده. برادر تو دوستت علیرضا امکلاست این قضیه رو شنید اما سکوت کرد، چیزی نگفت. آیا تو به عنوان آقای حمید حیدری این رو توهین به خودت محسوب میکنی یا نه؟ احسن پس حضرت علی توهین کرده دیگه، درسته؟ طبق همین استدلال شما پس حضرت علی توهین کرده و تهمت داده. طبق همین آقای محترم دوست و همکلاسی شما که سکوت کرده، شما سکوتش رو توهین محسوب میکنید، درسته؟ جواب من رو بده. آقا جان اگر سکوت کرده من زبون دارم. آفرین، حضرت عایشه هم زبان داشت. الله سبحانه و تعالی براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رو بیان کرد. پس حضرت علی در این قضیه بنابر اعتقاد باطل شما، بنابر اعتقاد باطل تو و قزوینی و شریفی و همه آخوندهای شما، حضرت علی در این قضیه دروغگو بوده، چون که تهمتی رو به حضرت عایشه زده که الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان آیات سوره نور رو در براءت عایشه نازل کرده. شما در حقیقت با این شبهه خودتون دارید تهمت دروغگویی به حضرت علی میزنید. دارید میگید که حضرت علی دروغ گفته. حضرت علی دروغ گفته که تهمت زده به حضرت عایشه. اگر که فکر میکنید اون تهمت است، اگر فکر میکنید که اون متهم کردن است، پس حضرت علی رو شما دروغگو جلوه میدید. ایشون دروغ گفته و کی دروغگویی علی رو ثابت کرده؟ الله سبحانه و تعالی در سوره نور، تا از آیات اول سوره نور تا آیات 17 و 18 که کلا این قضیه بیان میشه. پس شما در حقیقت دارید به حضرت عایشه توهین نمیکنید، دارید به حضرت علی توهین میکنید. خب آقای احمد، حالا اجازه بدید منم صحبت کنم. اولا که بینندگان عزیز توجه کنید، اعتراف قشنگی کرد، خودش گفت تهمت، یعنی خود آقای انصاری پذیرفت. آقای محترم من نگفتم تهمت، چرا حرف داری تو دهن من میگذاری؟ من میگم الاغ‌هایی مثل تو، آقای محترم، آقای محترم، الاغ‌هایی مثل شما
از این قضیه برخورد حضرت علی وقتی تهمت برداشت بکنن، من به خاطر همین مثال آوردم که در قضیه زنای مادر بزرگوار شما برادرت و همکلاسیت علیرضا سکوت کرد. شما سکوت علیرضا رو، همکلاسی خودت رو، در مورد قضیه زنایی که به مادر شما نسبت داده شده، آیا این علیرضا رو شما ازش ناراحت میشی یا نه؟ این سکوتش رو تهمت قلمداد میکنی یا نمیکنی؟ آقای انصاری من فکر نمی‌کنم با فحاشی کردن چیزی. آقای محترم، من میخوام با منطق کثیف شما آخوندها باتون برخورد بکنم. شما ذهن‌های کثیف شما آخوندا وقتی که این گونه برداشت میکنه، اولا ببین، اولا اومدی از روایت دوستان عزیز، این روایت 41-42 اومد از روایت 41-42 یک نصی رو در اینجا در روایت اشتباه ترجمه کرده بودن، اشتباه به خورد مردم داده بودن. بعد که اینجا مچشو گرفتم که مسلماً در اینجا به معنی اتهام زدن نیست، به معنی متهم کردن کسی نیست، پریدن رو روایت دیگری که فلانی زهری در فلان جا در شرح بخاری اومده اینجا اینطوری گفته. اونم در قضیه روایت دیگری است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه مشوره کردن، حضرت علی گفت یا رسول الله زنها زیاد است، برو یک زن دیگه بگیر. نگفت که علیاذ بالله عایشه زناکار است، نگفت که من این تهمت رو در مورد ایشون قبول میکنم. حضرت علی طبق روایت 41-42 بخاری مسلما یعنی چی؟ اگر که مسلما رو در اینجا دوستان نشون بدن، مسلما به کسر لام المشدده اگر باشه و اگر مسلما باشه با مسلما باشه یا مسلما باشه، در اولیش به معنی تسلیم است، یعنی سکوت، یعنی در این مورد هیچی نگفت. و ثانیه اگر مسلما باشه به معنی السلام من الخوض فیه، یعنی خودشو سالم نگه داشت از این که همچین تهمتی رو با ام المؤمنین عایشه صدیقه بزنه. حالا یک زنازاده صیغه زاده لقیط قومی بیاد امروز بگه که حضرت علی نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زده، خب این برمیگرده به اصل و نسب و نطفه خودش، چون انسان کافر همه را به کیش خود پندارد. من دوستان ناراحت از این نشون که من با این الفاظ با این انسان‌های کثیف برخورد میکنم، به خاطر اینکه اینها قلب‌هاشون مریض است، اینها بیمار هستند. وقتی که از یک حدیثی که هزاران نفر اومدن این حدیث رو ترجمه کردن، شرح دادن، هیچ کس نیامده از این روایت مسلماً در مورد حضرت علی این رو ثابت بکنه که حضرت علی توهین یا تهمت زنا زده به ام المؤمنین عایشه صدیقه. بعد این 4 تا آخوند صیغه زاده نطفه حرام شیرازی و قزوینی میخوان بیان این چنین تهمتی رو به ام المؤمنین یا به حضرت علی بزنن. حالا بذار من جواب بدم، حالا بذار من صحبت کنم. این همه صحبت کردی، من سکوت کامل کردم. اجازه بدید من شما جواب من رو بده. شما جواب من رو بده. حضرت علی، شما الان به فکر خودت ثابت کردی، به فکر خودت ثابت کردی از این شلغم شوربایی که درست کرده بودی که حضرت علی همچین نسبتی داده به ام المؤمنین عایشه صدیقه. جواب من رو بده. علی در این قضیه راستگو بوده یا دروغگو؟ جواب یک جواب میخوام، یک کلمه، راستگو بوده یا دروغگو؟ بله دقیقاً میخوام جواب همین. راستگو بوده یا دروغگو؟ جواب من رو بده. راستگو بوده یا دروغگو؟ اگر میخوای قطعت نکنم در یک کلمه جواب بده. حضرت علی در همین قضیه شلغم شوربایی که تو درست کردی راستگو بوده یا دروغگو؟ آقا یک دقیقه بذار. راستگو بوده یا دروغگو؟ جواب من رو بده، بعد من نیم ساعت بهت وقت میدم. راستگو بوده یا دروغگو؟ بله طبق روایت بخاری راستگو بوده یا دروغگو؟ حضرت علی راستگو بوده یا دروغگو؟ حالا اجازه میدید میخوام جواب همین بابا جواب من آقای محترم ببین همینجا یک کلمه. بله خیر، یک کلمه بیشتر گفتی قطعت میکنم. حضرت علی در این قضیه راستگو بوده یا دروغگو؟ بله دروغگو بوده طبق کتاب شما. دروغگو بوده. تشکر میکنم. حضرت علی طبق این روایت دروغگو بوده، چون تکذیب حضرت علی رو الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان در سوره نور نازل کرده. اینا اصلا شیعیان علی در این قضیه دروغگو بوده. سبحان الله، حضرت علی در این قضیه دروغگو بوده. دیدید اعتراف خود حمید حیدری از ایران که حضرت علی در مورد حادثه افک طبق برداشت ایشون نه طبق برداشت ما دروغ میگفته. سبحان الله، علی که شما به عنوان معصوم و امام 12 قبول دارید دروغگو بوده. مبارکتون باشه.
این توهین جدید به حضرت علی. کافی نبود که بهش میگفتن الاغ، بهش میگفتن پشه، بهش میگفتن نمیدونم مافوق پشه، بهش میگفتن زنبور عسل، الان شروع کردن بهش نسبت دروغ هم دارن میدن. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت بشید. آیا انصاری، بنده طبق این صحبتایی که الان شما کردید میشه خودتون رو معرفی بکنید؟ میتونید خود معرفی بکنید؟ بله من رضا هستم آقای انصاری. آقای رضا، نظرتون در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اول بیان بکنید، بعد انشالله میریم سر این قضیه. بله چشم. فقط نه، نظرتون در مورد دروغ قزوینی که نقل قول کرد در شهرستانی، لطفا نظرتون رو بفرمایید، بعد از اون میریم انشالله رو بقیه موضوع. بله البته آقا امیر گفت طبق کتب شما، طبق بخاری گفت. آقای محترم طبق بخاری یا طبق کتب شما تهمت دروغ به حضرت علی زدید. حالا نظرتون در مورد کلیپ بگو. بله طبق بخاری نظرتون در مورد کلیپ. دروغ میگه طبق بخاری من نشون دادم، دوستان همه دیدن، بخاری همچین غلطی نکرده که شما کردید. نظرتون در مورد کلیپ. والله الذی آقا رضا یک لحظه من یک پیامی دارم. والله الذی لا اله الا هو. کلیپ دوم مادر امام زمان و همسر امام زمانتون رو درست میکنیم از کتابای خودتون. همونطوری که مادر فاحشه امام زمانتون که درست کردید در کتاباتون تو بازار بغداد داد میزد که پرده عفتش رو دریدن. یعنی چیکار کردن؟ یعنی برده فروشا رفع رجلینش کردن داخل بازار برده فروشی سامرا. همین مادر امام زمانتون رو که بهش اعتقاد دارید، همین مادر امام زمانتون رو بهش تجاوز کردن، چند مرتبه باش همخوابگی کردن. تو کتاب خودتون گفته که بیچاره اومده بود تو بازار داد میزد که پرده عفت هم دریده شد. والله کلیپ دومش هم درست میکنیم. کلیپ اولش که پدرتون رو در آورد، سر و صداتون در اومد، کلیپ دومش هم درست میکنیم که زن امام زمانتون کیه، مادر امام زمانتون کیه، اصل و نسبش کیه و چه فضایحی در کتابای شما نسبت به مادر و زن امام زمانتون وجود داره. بارها تکرار کردم و گفتم دهنتون رو نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره عفیفه که از بالای 7 آسمان در سوره نور الله سبحانه و تعالی پاکی و براءتش رو نازل کرد نگه دارید. با چشمی که به طرف زنهایتون، مادرانتون، خواهرانتون، همسرانتون نگاه میکنید به خاطر اون اعتقادی که به صیغه حتی به صیغه زن شوهردار دارید، با اون دید نگاه نکنید به زنهای اهل سنت، به مادر ما، به مادر مؤمنین، به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اگر جلوی دهنهای کثیفتون رو نگرفتید، من در جواب علمی به شما کم نیاوردیم و نمیاریم انشاءالله، به حول و قوه الهی جوابتون رو داریم که بدیم. اما اگر بخواید وارد این مسائل بشید و این گونه توهین بکنید به امهات المؤمنین، کلیپ دوم و سوم مادر و خواهر و زن امام زمانتون هم درست خواهیم کرد تا نشون بدیم به شما که شما نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه اعتقادی دارید. همین مادر امام زمانتون تو کوچه‌های بغداد داد میزد، در سامرا داد میزد که پرده عفتش دریده شد. برای یک زن پرده عفت دریده شدن یعنی چی؟ یعنی بکارتش رو توسط برده فروش هایی که در سامرا بودن از دست داده، به خاطر اینکه حامله شده بود در اونجا. به خاطر همین حامله دار شدنش شکمش باد کرده بود، آورده بودن در خانه حسن عسکری طبق روایت های شما، بعد دروغ دیگری درست کردن که یک شبه حامله شد، در یک شبه بچه به دنیا آورد. به خاطر همین این دروغ ها رو درست کردید. و ما حرفای زیاد داریم در مورد امام زمانتون و مادر فاحش است که تو بازار سامرا با برده فروشا چه قصه هایی داشته. حق الیقین کتاب مجلسی خودتون هست که تهمت زنا به مادر امام زمانتون میزنه. البته مهدی ما، مهدی اهل بیت، مهدی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهش بشارت دادن، پاک و مبرا هست از این دروغ‌ها و تهمت‌ها و اهانت‌هایی که در کتاب‌های این رافضی‌های دروغگو وجود داره. من بارها گفتم صحابه و امهات المؤمنین برای ما خط قرمزن. اگر بخواید به اینها توهین بکنید، ما پابند به نظام هیچ کشوری نیستیم. هیچ خط قرمزی در شبکه وصال حق وجود نداره و دمار از روزگارتون در میاریم. تو مجالستون، تو حسینیه هاتون، تو حوزه علمیتون، تو شبکاتون به گریه افتادید به خاطر کلیپ اول مادر امام زمان. منتظر کلیپ دومش هم باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید.
الو خجالت نمیکشی انصاری؟ بیننده بعدی سلام علیکم. خجالت بعد شما بکشید که به همسر پیامبر توهین میکنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری من قاسمی هستم از خوزستان. آقای قاسمی هستم. آقای قاسمی در مورد کلیپ آیت الله قزوینی اگر صحبت بکنید. نه من خواستم در مورد روایت فحشای عایشه در خب بینندگان گرامی دارید میبینید این آخوندا و این برخوردشون هست. انشالله منتظر کلیپ فحشای مادر امام زمانتون باشید، کلیپ دومش انشالله. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد انصاری، این بیدینا و بیشرفا توهین به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میکنن. اینا نه خودشون، نه امام زمانشون، نه مادرشون، هیچ کدومشون پاک نیستن. اینا همشون بی عفت و بی ناموسن. درست. اینا کسی که به پاکی اون از 7 آسمان خداوند در قرآن بیان کرده، اینا نه به قرآن یقین دارن، به خدا قسم اینا به قرآن یقین ندارن، به هیچ چیزی اینا یقین ندارن. اینا همون زرتشتی هایی هستن، همون مجوسینی هستن که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم همون آتش پرستایی هستند که لشکر کشی کردند و میخواستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست بسته بیارن، ولی خداوند اینا را زده و هنوز هم زده انشالله به فضل خداوند. اگر ارزه داری بگو تو به طرف با اهل سنت همینطوری بگو برخورد بکن، بیا همینطوری حرفی بزن تو خیابانای بلوچستان تا بدونند که چجوری مادر تو بیزایت بنشونند. درست. پست بی شرف، ناموس بی ناموسی از شما بلند شده، نه از عرب، نه از شما بیدینا که با محارم خودتون ازدواج میکردید. خجالت بکش که پاکی اون خداوند از 7 آسمان نازل کرده، باز هم توی مشرک یهود بیدین به هیچ چیزی پایبند نیستی و کوری نمیبینی، میبینی ولی خداوند چشمتو کور کرده، مهر زده بر قلبتون، گوشتون کر کرده. پست بی شرف. تشکر از شما برادر عزیز. خیلی ممنون، متشکر استاد. خدا نگهدارت. خدا نگهدارش. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. الو. بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام آقای انصاری، خوبی؟ سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. آقای انصاری بفرمایید. با من یه قربان از بوکان زنگ میزنم. از بوکان بفرمایید. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. سلامت باشید. آقای انصاری خواهش میکنم وقتی حزیجانی عصبانی نشو. من برادر عزیز بوکانی تشکر میکنم از شما. وقتی که انسان برای مادرش عصبانی نشه، برای کی میخواد عصبانی بشه؟ وقتی انسان برای کسانی که الله سبحانه و تعالی میگه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، برای این انسان اگر عصبانی نشه برای کی عصبانی بشه؟ برای پاکی و عفت و شرف ام المؤمنین اگر کسی عصبانی نشه برای کی میخواد عصبانی بشه؟ به خدا قسم آقای برادر عزیز از بوکان، اگر همچین انسان ها در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی می بودن چطوری باشون برخورد میکرد؟ من اول تشکر میکنم ازت، واقعا به خاطر این برنامه خوبتون. تو ما اینجا عذاب میکشیم، واقعا عذاب میکشیم.
من تا حالا شده که به من توهین کرده باشن، به من، به مادرم، به خانواده من توهین کردن در اینجا در برنامه زنده، آیا من عصبانی شدم؟ ما حقود زندگیمون با این منافقه دیگه، با قرآن یهودی از اینا بهتره. یهودی. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. انصاری بفرمایید. یهودی از اینا بهتره. باور کن یهودی یک کتاب دارن بالاخره معتقدن به چیزی، اینا به هیچ چی معتقد نیستن، به هیچ چی. درست. ممنون. ناراحت نشو، با صبر و انشالله خدا حوصله بهت بده با اینا. آمین. جوری بهشون بفهمون که سر جای خودشون بشینن، چون تمامشون حرام زاده هستن، هیچ کدامشون درست نیستن اینا. اگه درست بودن درست بر خود میکرد. درست. تشکر از شما برادر عزیز. قربان تو، انشالله خسته نباشی، خدا عزیزت بده. زنده باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض شد دوستان، خسته نباشید. سلامت باشید. وقت شما بخیر. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالرحیم هستم از دبی. بفرمایید برادر عزیز، خیلی مختصر چون 2 دقیقه مونده به پایان برنامه. انشالله خدا صبری به شما و ما بده. آمین. شما اونجا و ما اینجا واقعا از عصبانیت مش به دیوار میزنیم، ولی که همیشه بزرگان میگفتن از گوش کر گوش خر بهتر است. درست. اینا همین است. شما میتونید اینا رو، همین آقای رضایی، آقای حمید، خیلی راحت میتونید تو سطل زباله مثلا جاشون رو بذارید و جاشون هم همونجا هست، خیلی راحت، چون اینا همهشون آشکار شده براشون و کل ملت فاش آشکاره که اینا جز بدبختی و شرم هیچی ندارن. من خواهش میکنم دیگه به تلفن اینا جواب ندین، هم خودتون و هم بینندگان رو اذیت نکنید. واقعا من اینجا الان گله آتیش هستم. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. خداحافظ. خدا نگهدارت. من چون وقت برنامه به پایان رسید تشکر میکنم از دوستانی که پشت خط هستن. ببینید وقتی که اینها قلبهاشون مریض است، بیمار است، میان، آقای رضا بود که گفت که بله حمید آقا منظورش صحیح بخاری بوده. من یک بار دیگه این روایت رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. یک لحظه احمد جان، من اینجا بله، من قبل از این بریم رو قضیه مسلم و مسلم و اینها، احمد جان این معانی لغت رو نشون بده به من. المسلم، کلمه مسلم، من سلم المسلمون من لسانه و یده. المسلم الخاضع المنقاد، کسی که تسلیم است. مسلم اگر فاعل باشه من اسلمه. خلاصه در اینجا مسلم و مسلم و اینها به معنی تسلیم شدن بدون مقاومت، یعنی کسی که یک چیزی رو در مقابلش تسلیم بشه سکوت بکنه، نه خیر نه شر حرفی نزنه. برمیگردیم به روایت 41-42 در بخاری. من شروح عمدة القاری هست، از ارشاد الساری هست، منحة الباری هست، ایشون ترکیزش سر ابن حجر بود، فتح الباری. فقط فتح الباری رو خدمت شما یک بار دیگه نشون بدم تا شبهه‌ای برای کسی باقی نمانه. در این روایت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها قالت کان علی مسلما فی شأنها. حضرت علی در مورد ایشون چی بود؟ مسلم یا مسلم، همونطوری که در اینجا میگه مسلم من التسلیم فی الامر ای ساکتن، یعنی ساکت. در روایتی که مسلماً گفته بشه، اگر اینو مسلماً بخونیم، ای سالما من الخوض فیه، یعنی سالم بود از اینکه وارد این بحث بشه. وارد بحث نشد، نه تهمت زد نه براءتش رو ایران کرد. قال فی الفتح و اقوا، این مسلماً اقوا هست در قضیه که سالما من الخوض فیه من حیث نقل الروایه و قواه
بما في روایت ابن مردوی به لفظ ان علی اصاع فی شأنی، و این رو تقویت میکنه روایت ابن مردوی که در لفظش میگه که علی نسبت به من چیکار کرد؟ اساءت کرد، یعنی توهین کرد. والله یغفر له، الله سبحانه و تعالی ایشون رو ببخشه. الان حمید چی میگفت؟ میگفت بله اینجا گفته که اساءت این توهین، یعنی که حضرت علی توهین کرده، ایشون رو متهم به زنا کرده، در حالی که قال و این نسبته الی اساءه، اما چرا گفت که اساءت کرد به من، توهین کرد به من؟ لانه لم یقل کما قال اسامه اهلک ولا نعلم الا خیرا. اسامه چی گفته بود وقتی پیامبر با صحابه مشوره میکردن که در مورد ام المؤمنین عایشه چی میگید شما؟ اسامه چی گفت؟ که اهلت است، همسر تو است، ولا نعلم الا خیرا، ما هیچ چیز در مورد اون نمیدانیم مگر خیر. یعنی اینا تهمت است. بعد حضرت علی چی کرد؟ حضرت علی وقتی باهاش مشوره شد، حضرت علی گفت که لم یضیق الله علیک والنساء سواها کثیر و نحو ذلك من کلام. حضرت علی گفت که پیامبر خداوند که به تو تنگ نکرده، زنای دیگه هست، برو یه زن دیگه بگیر، چرا انقدر خودت ناراحت کردی؟ چرا حضرت علی این حرف رو زد؟ به خاطر اینکه از حزن و اندوه رسول الله صلی الله علیه و سلم به تنگ آمده بود. به خاطر همین چیکار کرد؟ گفت که یا رسول الله برو یک زن دیگه بگیر، رهاش بکن. حالا اگر مثلا تو در مورد ایشون حرف و حدیثی در دلت هست، رهاش بکنی، برو یک زن دیگه بگیر. همین رو ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نسبت به خودشون اساءت قلمداد کردن. مثال آوردم مادر آقا حمید رو که اگر مثلا بیان در جمعی بگن که مادر حمید زنا کرده و علیرضا دوست حمید هست، هم کلاسیش هست، توی حسینی میرن با هم دیگه سینه میزنن، دو برادر شیعه با هم خیلی تو بسیج هم هستن با هم دیگه، ایشون بیاد سکوت بکنه، مثلا بیان بپرسن، حمید بره از علیرضا بپرسه علیرضا نظر چیه در مورد این تهمتی که به مادرش زدن؟ علیرضا بگه من والا نمیدونم چی بگم. خب این حمید اگر ذره ناموس غیرت داشته باشه، این سکوت برادرش رو، همکلاسیش رو، دوستش رو توهین محسوب میکنه. اما اگر یه آدم مثلا بی غیرت لاابالی دیوس باشه، براش مهم نیست که حالا چی تهمتی به مادرش یا با خواهرش یا به همسرش زدن. ادامه چی میگه؟ کاینا ادامهش رو نمیخونن، نه ادامه چی میگه؟ و خلاصه القول ان علی رضی الله عنه لم یکن لیسیء الظن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت علی از اونهایی نبود که گمان بد بکنه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حاشاه رضی الله عنه، و این بعید است از حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و انما حمله على تصرفه و قوله اشفاقه على رسول صلی الله علیه و سلم. اما چرا این حرف رو زد که یا رسول الله زنهای دیگه زیاد است، برو یک زن دیگه بگی؟ به خاطر شفقت و ترحمی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و رغبته فی اذهاب الغم والکرب عن نفسه، به خاطر اینکه این غم و سختی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم طاری شده دور بشه. لما رها من شدت تأثری صلی الله علیه و سلم بالامر، وقتی که دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شدت به متأثر شدن از این قضیه. این روایت است و این هم شرحش است در عمدة القاری، در منحة الباری، در همه شروح بخاری. هیچ کدومش، هیچ محدثی، هیچ مفسری، هیچ عالمی از علمای اهل سنت، از اونایی که اهل ثقه و معروفین هستن و اهل سنت و جماعت هستن، نگفته که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تهمت زنا زد به ام المؤمنین عایشه صدیقه. منتها این زنازاده های قرن 20 قلوب مریض اینها، کله های بزرگ شده در کنار آخوندهای بشکه‌ای قم، این گونه تهمت میزنن، این گونه برداشت میکنن و جوابشون هم انشالله کلیپ دوم مادر امام زمان خواهد بود که به زودی انشالله پخش خواهیم کرد. احمد جان بعد از برنامه کلیپ مادر امام زمان و کلیپ هایی که لایق و در شأن اینها هستن پخش بشه به مدت 1 ساعت تا بفهمید که شما با کیا طرف هستید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.